تمام بلاگرها و تمام هموطنان خواهش میکنم در این روزهای مشکل بیاید دست به دست همدیگر مانیم. دیگه مخالفت‌های سیاسی و نمیدونم فرهنگی و مذهبی را یک طرف مانیم. بسیار وضعیت وزدین است. مردم گرسنه‌اند، تشنه‌اند. باور کنید در یک حالت رقتبار قرار دارند. ما میریم خانه‌های مردم میبینیم. من باری که میبینید شاید همگی برای دو خانواده باشد. همین مال برای دو خانواده است. برای که در خانه‌ها 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر است. حتی خوزی منو با زنگ زدن کودکای خردسال هستند. نیاز به شیر دارند، به ملوطه دارند. باید همه اینا را گیر آورده برده رسوند. خب امیدوارم که صدای من را بشنوید. تشکیل کنید در دیگه شهرها و با کمک هموطنان خودمان ان شاء الله که برسید. این احوال ببینید. 76 نفر در انمی کارخانه کار کردند. من نگاه کنید برای این کسایی که شما میبینید اینجا یه بار بچه‌ها رو ببینید. این فقط یک حصه است. حدود 100 نفر هم کار کردند. 8 میلیون روبل در همین کارخانه بند شده ایستادگی است. از ماه نوامبر بله ماه سپتامبر اکتبر نوامبر مبلغ نداره. اگر جنگ باشد جنگ میکنیم، زدن باشد میزنیم، چپاکرا باشد چپاکرا میکنیم. همه جا برادر حق برای حق تلاش کردند. حق گرفتن در کار. فهمیدید؟ اینا هیچ کس نیستن. اینا هیچ کس نیستن. فقط همین توجیه خاطرم که ازدواج میکنن. تمام. شما سر کسی بیاید یک شقه در همین جا مردنک بزنید. اینا میدونن که توجیه صاحب نداره. برای همین کارا میکنن. ان شاء الله که شما صاحب دارید. صاحبتون هست. اول خودم ما هستیم. اینو بر همین من خواهش میکنم پیش از کار کردن الان خیلی اتحاد کنه، متحد باشه، همه جا که رفته بعد تلاش کنه که حق همون پولاتون رو بگیره. خب گرامی ما در بلیسه کراسنگورسک قرار داریم. چند وقت پیش برادرای خوبی ما و شما برادرای تاجیک با شمول 5 نفر مهاجر در یک ماشین در نواریشسک شاسی در یک صدمه گرفتار شدند. در این صدمه فکرم بسیار از شما میدونید ماشین آتش گرفت. 2 نفر از هموطنان ما و شما در این صدمه جان خودشون از دست دادند و 3 نفر دیگه هم در این بلیسه قرار دارند در حالت وزین ریانیماسیون هستند. ان شاء الله ما حالا بریم از حال برادرها خبر میگیریم با شما خواهیم. یعنی روز دوشنبه انشاءالله ما که محمد روی برای تاجیکستان رو کنیم 3 بیلیت گرفتن در کار. بعد در تاجیکستان هم یعنی تبابتی دراز مدت نیاز دارد. محمد روی تولد 98 است. این برادر تولدش 98 است. بچه جوان است. نیاز به کمک ما و شما دارد. من از شما خواهش میکنم کاری کنیم که حداقل 2 نفر از دست دادیم. معلقه در این صدمه 2 نفر از دست دادیم و نفر زنده محمد رایب است. انشاءالله کاری کنیم که این جوان برپا خیزد. انشاءالله باز در خدمت پدر مادر، در خدمت وطن، در خدمت ملت شود. انشاءالله و برای ما شما ثواب رسد. 54 نفر من هم خیلی трудовой договор دارم. 54 نفر 3 ماه یعنی زمستان کار کردن. 3 ماه زمستان کار کردن ولی یک تیم پول نگرفتن. قرض کمپانی نزد شهروندای تاجیکستان داد 3 میلیون روبل. تصور کنید که یک کمپانی که من انقدر شتاب کوارتیرا دارد 6 ماه باز پول بچه‌ها را نمیتیاد. بچه‌ها زمستان کار کردن. ماه نوامبر، دکبر، ینور خنک‌ترین ماهای زمستان دا کار کردن ولی پول گرفتن نمیتونن. اینا را فوتبال میکنن. اینا میبین پروکراتور از پروکراتور اینسپکسیا و مراجعت کردن به کنسولگری تاجیکستان. کنسولگری تاجیکستان و خدمات مهاجرت تاجیکستان با ما هیچ کمک نکرده است. بنابر همین اونا به مرکز تاجیکستان مراجعت کردن و من رهبر مرکز تاجیکستان امروز آمدم به این آفیس با چی میگن начальник службы безопасности این کمپانی اندری واسیلیویچ واخوردم. تمام صحبتامو نکردیم. خود начальник службы безопасности برای ما وعده داد که در طول 2 روز یعنی مشکل بچه‌ها حل می‌شود. معلوم میکنن که برای چی بچه‌ها پول نگرفتن و پول بچه‌ها داده می‌شود. فقط رحمت میگم به همین برادر
акай Иззат Амон миннатдории худро баён мекунем ки мушкили моро хеле осон кард. мо бовар кунед хеле миннатдори зиёдем. یعنی کار хеле من миннатдор. از کنسولگری ها خواهش میکنم ده کار با کاغذ بازی حل نمیشه. یعنی ما زنگ زدیم پروکراتور را اینسپکسیون را حل نمیشه. زحمت کشیده آمدن در کار، زحمت کشیده در اومده قطعی اینا گپ زدن در کار. این پول 3 میلیون مبلغه. اینو نمیتونم پروست تک گیرن گوان که ما توجه گیر نه برای اومدن در کار. همون کرسی ها را کم ترک خنوب کردن در کار. یا کم تر دنبه های روغنی را برداشته آب کردن در کار رفتن در کار. از کنسولگری و از خدمات و از سفارت ما همین خواهش داریم. تمام. من این شهروندان را ببینیم به خدا قسم گشنه و تشنه چیزی ندارن خوردنی. پول پتنتاشون سوخت. من دوده پول دارم. Девушка. Акай, пушти, акай, али мушти, вайда, акай, али. Да, пушти, мушти, акай, бек, кедай. Акай, али, катай, провай. و هر یک هموطنی که به چنین روز گرفتار شده است بتوانیم کمک کنیم. حداقل یک کمکی که بتواند یکم دردی نشانه تسکین دهد. و عبدالسلام امروز به خاطر دعوت گروه تفتیشاتی یعنی اسلیستی کمیته از تاجیکستان به من من از دوستان خواهش میکنم ما نقطه های کمکدهی در شهر دمادیدما و شولکوا باز کردیم. شهر دمادیدما و شولکوا زیر این نوار خواهش میکنم دوستایی که نیاز به کمک دارید در شهر دمادیدما و شولکوا تلفنتون رو نویسید. انشاءالله دوستای ما در شولکوا و دمادیدما و نیز در شهر کالوسکا область اگر باشند دوستای کمک نیاز شما هم نویسید. کالوسکا область دمادیدما و شولکوا. الان سه نقطه باز شده است. انشاءالله دوستای ما میبینند نظر نوار نویسید. تلفنتون رو زنگ بزنند ادرس منطقه و میبرند میرسونند. و نیز ما انشاءالله امیدواریم که این معرکه گسترده تا تمام شدن کرانتین دوام میکند. خداخواه به قدر امکان تا امروز ما حدود 300 خانواده کمک کردیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمتی همه شما همیاران و هموطنان عزیز و گرامی قدرم. امیدوارم که هر کجایی که باشین تن صحت و سلامت باشین. همیاران و هموطنان عزیز همه شما رو به برنامه قدرت و حقیقت خوش آمدید میگویم. امیدوارم که امروز بتوانیم یک برنامه جالبی داشته باشیم و پیرامون چند موضوعی که اینجا من گذاشتم صحبت کنیم. همونطور که شما از نام میبینید من میخوام امروز در این مسئله صحبت کنم که تاجیکستان ما در چه حال قرار داره. این موضوع یک موضوعی بود که من برها میخواستم در این موضوع صحبت کنم، ولی امروز
پروردگار این روز را فرصت آورد برای ما که بتوانیم در این موضوع صحبت کنیم و چند حوادث امروزه را و گذشته را بررسی کنیم و تحلیل کنیم، ببینیم که وضعیت ما در کجا بود، به کجا آمد رسید و آینده ما را چی انتظار است. البته هر یک موضوعی که ما میگذاریم صحبت میکنیم دلیل های خاص خود را دارد و برای بهتر ساختن وضعیت کنونی تاجیکستان، بهتر ساختن آگاهی سیاسی جا گذاشته است و ما به همین دلیل این موضوع را انتخاب میکنیم و صحبت میکنیم. همجوران و هموطنان عزیز، در هفته گذشته ما دیدیم که در سامانه‌های مجازی تاجیکستان واکنش‌های خیلی زیادی شد راجع به نوارهایی که از جانب فاشیست‌های روس نشر شد و این نوار واقعا واکنش‌های نه تنها در سطح مردم بلکه در سطح دولت‌ها و حکومت‌ها هم نیز جای داشت و پیرامون این ما صحبت خواهیم کرد. و علاوه بر این در موضوع 4 سال از بین گذشتن ریاست رستم مومنی به کرسی مجلس ملی تاجیکستان و علاوه بر این شهرداری دوشنبه و همچنان ما در موضوع آن صحبت خواهیم کرد که وضعیت کنونی و واکنش‌های جهانی که این حال صورت میگیرد اینها تاجیکستان را در چه حالت قرار می‌دهد و با این حکومتی که ما امروز داریم چگونه میتوانیم ضد سری راهی چنین یک مشکلات رو بگیریم که همین تاجیکستانی که داریم از بین نرود. و در آخر صحبت کردیم حالتی شهروندان تاجیکستان و قرار داشتن موقع امروزی ما، یعنی موقع ارزشی ما امروز در کجا قرار دارد و تاجیکستان و شهروندان تاجیکستان در چه جایگاهی قرار دارند. این نکته را بسیار در آخر صحبت خواهیم کرد و خواهیم فهمید که ما چگونه برای بهتر ساختن این موقع تلاش خواهیم کرد و چه کارهایی را انجام خواهیم داد و حکومت امروز چه کارهایی را انجام میده. خب ما برمیگردیم به موضوع اول و صحبت میکنیم پیرامون واکنش‌هایی که در سطح دولتی و در سطح مردمی صورت گرفت. همطور که شما هموطنان و همدیران عزیز میدونید در هفته گذشته فاشیست‌های روس متاسفانه با برخورد خیلی بدی نسبت شهروندان آسیای مرکزی بسیار برخورد بدی کردن که این نوار در سطح رسانه‌ها خیلی پخش شد و واکنش‌های خیلی زیادی از جانب همه کشورهای آسیای مرکزی صورت گرفت. در اونجا گفته میشد که شهروندان قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان قرار دارند. اگرچه قرقیزستان به بازداشت خودسرانه شهروندانش در این همایش واکنش نشان داد و گفت که این وضعیت باید کوتاه‌ترین فرصت راه حل خودش را پیدا کند، اما نه کشورهای دیگری به جز قرقیزستان چون این یک واکنشی را در سطح دولتی داشتند. حالا ما برمیگردیم که چرا روسیه چنین برخورد میکند با مهاجران مهنتی از آسیای مرکزی. هفته گذشته در رسانه‌های مجازی پیش از آن که این برخورد نشر شود و مردم واکنش نشان بدهند، یک تحلیلگری شرکتی تشکیلات تحلیلی در برلین اگر اشتباه نکنم از مشکلات مهاجران مهنتی خبر داد که مشکلات مهاجرت مهنتی این است که عین حال برای برگرفتن سرباز از این مشکلات حکومت فدراسیون روسیه تمام تلاش ها را میکند، چی از زندانیا شروع کرده، از کسایی که جرم میکنند، از کسایی که به یک قانون شکنی نسبتی بود و باش در فدراسیون روسیه میکنند، به هر علاج به طریق فشار کوشش میکند که از اینها سرباز بگیرد و به جنگ اوکراین بفرستد. حالا به طریق پول باشد، به طریق فشار باشد، به طریق زندان کردن باشد، به هر طریقی که نباشد تلاش و کوشش میکند که از این مردم سرباز بگیرد و به فدراسیون روسیه ببرد. این اولین نقطه ای است که حکومت روسیه تمام تلاش ها را میکند تا مردمی که در اینجا سالها به گفت اصطلاحی حکومت روسیه از مردم روسیه نان و نمک و این را خوردن باید آماده باشند که برای فدراسیون روسیه بروند جان خود را چکار کنند بسپارند. از این طریق تمام کارها را میکند که اینها بروند در جنگ اوکراین اشتراک کنند. حالا قرقیزستان قانون قبول کرده است و شهروندان خودش را نمیگذارد که در این جنگ بروند اشتراک کنند. یعنی قرقیزستان همسایه کشور ما
حد امکان امروز یک صاحبی پیدا کرده است و این صاحب اینها سری راهی هموطنان خودش را یعنی شهروندان خودش را گرفته است که در جنگ‌های بیگانه و کشورهای خارج نروند، اشتراک نکنند. در صورت اشتراک کردن نسبت آنها پرونده جنایی باز کرده می شود. من یادآور می شوم که در تاجیکستان چنین قانون وجود دارد، اما در حالت جنگ در دیگر کشورها به غیر از کدام کشور؟ به غیر از روسیه. یعنی در حالت روسیه این حالت صورت نمیگیره، این استثناست. به همین دلیل قرغیزها این قانون را قبول کردن. حتی در ازبکستان هم در سطح دولتی یک واکنش خیلی تندی نشان دادن به شهروندانی که میروند در اونجا اشتراک میکنن. حالا اینجا گذاشتن شهروندان بی صاحب افریقا و شهروندان هم سطح بی صاحب افریقایی یعنی تاجیکستانی ها. ما همین هفته گذشته خبرهای درگذشت چندین زندانی تاجیک و این گونه که به جنگ اوکراین برده شده بودند از طرف روسیه و اینچنین یک ساکنی ولایت مختار کوهستانی بدخشان نیز که در این جنگ جان یعنی کشته شد ما خبر گرفتیم. به همین اساس یعنی فدراسیون روسیه تمام تلاش ها را میکند که این گونه کسایی که میتوانند حد امکان همچون یک چوبه بروند در همین جنگ کشته شوند، سوخته شوند که سری راه اوکراین ها را بگیرند که این طرف بیان، یا اینکه همچون یک پیچکه‌ای که بتوانه اوکراین ها را بترسونه و اونها از جای پنهانی خود برویند که اینا بعد از آسمان یا از دیگه طریق بزنند و پیش بروند، اینا رو میبرن استفاده میکنند. برای نمونه مثال یکی از اسیر افتادگانی که در زمین چویکا واگنر و یا که زندانی هایی که در همین جنگ برده شده بود در اسیر افتاده بود در طرف اوکراین، وقتی که از اون مصاحبه میگیرن او میگوید که ما را همچون یک پیچکه پیش میبرن برای ما، یعنی ما گروه اول ما نه قفا رفته میتونیم نه طرف پشت رفته میتونیم، اگر طرف پشت بریم ما را میکشن، فقط جایی که ما باید طرف پیش بریم طرف پیش میرویم اوکراینی ها ما را میزنن و طرف پشت رفتیم نفری که از روسیه هست و ما را میکشن، ما حق بازگشت هم نداریم. یعنی از هر دو طرف ما محیط یعنی در چه گرفته در کمین گرفته شدیم و حق بازگشت و چی را نداریم. باید حتما طرف بریم که برای ما فرمان داده می شود و ما حق بازگشت نداریم و در صورت بازگشت ما را میکشه، هم خودی ما را میکشه هم بیگانه. از این طریق ما می توانیم بگیم که این اشخاصی که یعنی شهروندی فدراسیون روسیه نیستند و در خدمت حربی قبلا نبودن و همچون یک نفری که امروز سازشنامه نوشتن با هر طریق فشاری نبوده به فدراسیون روسیه و رفتن در جنگ اشتراک میکنن، اینها فقط با یک مثال اشتراک میکنن برای یعنی قربانی شدن، همچون چوب سوختن و این امثال این. به همین طریق اینها را میبرن در اوج استفاده میکنن و اگر که رفتنی نباشه تو را فشار میبرن. از کدام طریق فشار میبرن؟ ما حالت ها را میبینیم که در سال گذشته زیاده از 100 و چند هزار فقط تاجیکستانی از فدراسیون روسیه اخراج کرده شد، اخراج اجباری. و امسال در این طول چند ماه اخیر، این 4 ماه اخیر، ما میبینیم که حکومت فاشیستی فدراسیون روسیه تمام تلاش ها را میکند تا یک برخورد خیلی بدی نسبتی مهاجران مهنتی تاجیکستان داشته باشد. من این حال اگر که من بتونم این نوار را من برای شما نشان بدیم، خب شما میبینید من ایرا کوشش کنم در جای برای شما برگزار کنم اسم تلگرامی ما یا که اسم تلگرامی که در اینجا هست مشخص نشود، چون به خطری تلگرام رو باید نیز دید. متاسفانه او رو نشان نمیتید در این به هر صورت. حالا ما از دیگه طریق برای شما ایران نشان میتیم، ولی حالا ببینید متاسفانه بعضی کانال های تلگرام این رو محکم میکنن و اجازه نمیتین که همین چیز دیده شود. خب همطوری که شما در
آینه نیلگونی خود میبینید. این نوار ما به سمت شما برسونم. در شما ایران میبینند، من ایران کوتاه‌تر کنم تو این. خب همونطور که شما میبینید این نواری است که در شبکه‌های مجازی هفته گذشته نسبتی شهروندان آسیای مرکزی از جانب فاشیست‌های روسیه صورت گرفت و شما هم طریق میبینید این نوار رو چگونه دستگیر میکنن. Москву вниз опустил. Ну, вот так как-то. همونطور که شما میبینید دوستان اینجا نه تنها Ну, вот так. اینجا دوستان همونطور که شما میبینید اینجا نه تنها اینه که اینها رو آوردن لباسانشون رو کشیدن و در اینجا خواب کردن، بلکه با اینها لط و کوب هم کردن، ضربه هم زدن، شتر زدن، مشت زدن. همونطوری که بدن این نفر رو میبینید در عکس، اگر شما همونطوری که مشکای ما رو روی اکران خود میبینید، در اینجا میبینید این نفر رو هم همچنان زدن و بازم اگر ما اینجا ببینیم طرف این طرف اینجا رو ببینید اینها رو هم زدن. یعنی این نه تنها اینی است که یک برخوردی که فقط بیاین مردم یعنی لوچ کنن در بازداشتگاه نگه بدارن، یعنی که در همینجا برای بردن مثلا اداره پلیس و یا امثال آن، بلکه اینا میخواهند از این طریق نشان بدهند که روسیه جای شما نیست. اگر شما نیایید برای ما کار کنید، جان فدایی کنید و هر کاری که ما میخواهیم شما انجام بدید، در عوض اون چیزی که شما می روسیه رو میسازید، ساختمان‌های بلند میسازید، پسترین کارها رو میکنید که روسیه پیشرفت کند و برای پیشرفت کردن سطح اقتصادی، سطح سیاسی، سطح فرهنگی روسیه، سطح تیبی روسیه شما فعالیت میکنید، ولی اینها چیکار میکنن؟ میآیند شما رو با چنین یک برخورد، بازم با برخورد شدید شما را چیکار میکنن؟ لط و کوب میکنن، باز مجبورتون میکنن که بیاید برای اونها برید در جنگ، یعنی جان فدایی کنید. اگر نمیکنید پس شما برای اینها کسی نیستید. پس این روز نرسید است که ما مردم باید بدونیم که یگانه جایی که ما میتوانیم در اونجا سرفرازانه زندگی کنیم این کشور خود ماست. تاجیکستان است که ما تاجیکستان رو آزاد کنیم و کشورهای آسیای مرکزی رو برای خودمون بی ویزا کنیم، بدون ترانزیت کنیم، بدون تماجنی، که ما بتوانیم با یکدیگر یک سودای آزادی داشته باشیم و در داخل وطن خودمون آزادانه و شرفمندانه زندگی کنیم. ما را هیچ وقت در هیچ کشور دیگری اجازت شرفمندانه زندگی کردن رو نمیتین. در یگان کشوری که در اونجا فرهنگ ما نیست، مطمئن باشید که در همونجا برای ما شرفمندانه زندگی را اجازت نمیدهند. درست است که شاید امروز بعضی از شما سوداگر یا بعضی از شما یگان کاری کلانتری میکنید، ولی وقتی که در یگان ریدی که امروز انجام داده می شود شما را دستگیر کنند، نااحترامی نسبت شما صورت میگیرد. برای اونها فرقی ندارد تو کی هستی و چی هستی. امروز به سر هر یکی تاجیکستانی اومدنی است، فرقی نمیکند که تو از کجایی، به سر هر یکی آسیای مرکزی میآید. برای همین ما امروز باید بر بخیزیم، فرقی نمیکند. ما میبینیم که امروز قرقیزستان واکنش نشان میدهد، صاحب پیدا کرده است و میگوید چنین یک برخورد باید محکوم کرده شود و از جانب روسیه باید کسانی که این کار کردن به جوابگری کشیده شود. چنین یک برخورد را من نمیپذیرم نسبت شهروندان خود بود، ولی در تاجیکستان در دهان خود پخته زدن، بستن و در گوشای خود پخته بستن و نه حرفی نمیزنن. همین طریقی یگان واکنش رو نمیبینن. اینقدر واکنش تون از جانب شهروندان صورت میگیرد و حکومت ما خاموش است، همین طریقی هیچ چیز رو ندیده است، در حالی که کس یک نوار میکند در شبکه‌های اجتماعی، فردا پیداش میکنن در خونه‌شون میرن در تاجیکستان و با او ظلم میکنن دیگه تو چرا اعتراض کردی و نسبت حکومت چیزی گفتی. چون این نوارها را شما در کوتاه‌ترین فرصت پیدا میکنید. چرا نوارهایی که نسبت این ملت پس زنی میشود، شأن شرف این ملت، آبروی این ملت را میبرند، شما واکنش نشان نمیدید، هیچ حرف در سطح دولتی نمیزنید. یکی از کثیف‌ترین انسان را در سر قدرت در وزارت خارجه گذاشتید، سیراج‌الدین محی‌الدین را، و کار را انجام نمیدید و باز نگاه نکرده به همه همین ذلت. همین هفته پسر امالی رحمانوف، شهردار دوشنبه، رئیس مجلس ملی، باز با همتای خود رئیس مجلس ملی روسیه دیدار کرد. دیدار گفتگو اصلا این موضوع این مسئله ها نیست.
در ماه گذشته باز رحمان روسیه رفت، در روسیه سفر و دیدار داشت و چی گونه کارها را انجام داد. در مسئله مهاجرت ما گفتگو کردیم، پیشوای ملت اساسگذار فلان بیسمداد رفت در روسیه فلان مسئله مهاجرت مهنتی فلان مسئله را حل کرد. کجا حل شد؟ کدام مسئله را در فدراسیون روسیه حل کردید؟ هر روز حالت مهاجر تاجیک را بدتر میکنه. چند نوار عین حال ما برای شما بگذارم. زد و خورد، شکنجه، بد گفتن در داخل متروها، بد گفتن در داخل اتوبوس ها، بد گفتن در قد کوچه ها نسبت شهروند تاجیکستان، شهروند آسیای مرکزی. هر روز یک میبینی که یک تاجیک را نسبت یک پرونده جنایی باز کردن، یک فاشیستی روز لطوکوب کرد، یک فاشیست روز کش. او روز ما دیدیم که یک شهروند آسیای مرکزی از جانب فاشیستا کشته شد. یعنی هر روز نسبت یک شهروند دوم درجه فدراسیون روسیه چیکار کرده می شود؟ چون این کارها انجام داده می شود. پس خانه شما، جای شما، مکان شما اینجا نیست. در جایی که شما را احترام نمیگذارند، در جایی که نسبت شما تماما ارز قائل نیستند، پس اونجا رفتن معنی ندارد، مفهوم ندارد. بیایید واکنش قرقیزستان را ما در همین مسئله ببینیم که قرقیزستان در همین مسئله چگونه واکنش نشان داد و چرا ما شهروندان تاجیکستان حکومت خودمون رو موظف نمی کنیم که بیاید و این بدبختا را چکار کند؟ به حد امکان یک واکنش نشان دهد. بیاید من اینجا از همین سامانه رادیوی آزادی برای شما نشان بدیم. ببخشید به نظرم که اینجا این چی کجا شد؟ من به نظرم این رو در اپرا باز کردم، در اپرا رو در اینجا نشان نمیدهد. من این رو به اکران دوم بگذارونم و از طریق اکران دوم برای شما پیشکش کنم. خب به نظر من اینجا اومد تاریخ نه اکنو. خب اینجا پیدا شد. خب همونطور که شما میبینید در روی آینه نیلگون خودتون میبینید که لطوکوب و تأخیر کردن واکنش قرقیزستان به بازداشت گروه مهاجران. خب وزارت کارهای خارجه قرقیزستان روز 14 اپریل در پیوند با بازداشت دست جمعی مهاجران قرقیز در یک همامی مسکو به سفر روسیه سرگئی واکونوف نوتا یادداشت اعتراضی سپرید. وزارت تقاضا کرده است که حقوق شهروندان قرقیزستان در روسیه حفظ کرده تا شریکی استراتژی دو کشور از این گونه حادثه خللدار نشود. نیروهای روسیه روز 10 اپریل در همامه بادراست در مسکو بدون کدام ضرورت با استفاده از زور مهاجران بازداشت شده تفتیش کردند. به نقل یکی از آنهایی که آن زمان در همامه بود، مهاجران 5 ساعت لطوکوب و تحقیر شدند. ببینید 5 ساعت. علی خان راننده تاکسی از قرقیزستان گفت آنها همه را میزدند، کیا بودن دیده نمیشد، به ما اجازه نمیدادند که سر را بالا کنیم، در دستشان الکتروشوکر بود. این مهاجر افزود که نیروهای روسیه آنهایی را که جسماً قوی بودند به خود بردند. شخصانی که ریشدار هم جدا کرده بودند. ریش یک نفر را همانجا قیچی کردند. وقتی سرکشی کرد در رویش زدند. به سوال یکی از همراهان ما که پرسید چرا میزنین، آنها گفتند چون اینکه شما را دوست می‌داریم. یعنی زدن به خاطر که شما را چیکار می‌کنیم؟ دوست می‌داریم. ژنرال اکی وکیل قرقیزستان گفت که نهادهای قدرتی روسیه باید فوراً آنهایی را که این عملیات را گذرانیدند جزا دهند. ببین جزا دهند، یعنی کسی که این کار را کرده است حتما جزا ببیند. ولی در تاجیکستان متاسفانه نه در سطح حکومتی نه در سطح همه خاموشند. هموطنان، مگر این درست است که یک گروه زیادی آدمان با امان به همامه تاجرای قرقیز در مسکو در آمده هموطنان ما را بیرحمانه میزند؟
دفعه گذشته هم همین خیلی به بینای صاحبکاری قرغیز زده در آمدن و آدمان را بدتر از تروریست زدن، گفت او. این در حالی است که با قول وکیل قرغیزستان ما عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و شریک استراتژی هستیم. یعنی چی اجازه میدهد که صدها هموطن ما را بزنن و خاموش بمانیم؟ بار اول نیست که نوار به صحنه‌های بازداشت تحقیرآمیز و لطاکوب مهاجران آسیای مرکزی از سوی نیروهای روسیه رسانه‌ای می شود. دیدبان حقوق بشر هومان رایتس واچ مرد امسال در تحقیقات گفت که پس از حمله به تالار کنسرتی کراکوس مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه پیوسته تعقیب و آزار و اذیت میکشند. این سازمان معتبر حامی حقوق انسان از حکومت روسیه خواست که هر گونه ظهورات مهاجر ستازی را محکوم کرده و نگذارد که حقوق مهاجران را زیر پا شود. متاسفانه اینجا اشتباه نوشتن، ولی به هر صورت ببینید همدیاران و هموطنان عزیز، این در حالی است که ببینید این در حالی است که حکومت تاجیکستان در یک روز مثلا این بلاگرها در سر راه ما آمد، ما این کارا نمیکنه. همین بلاگر در زمانه مجازی یک واکنش و یک ویدیویی کرد به کدام مسئله، خب یا حرف زد در حالت مدهوشی بوده است و یا اینکه در کدام حالت دیگه ای بوده است، یک نواری کرده است. در کوتاه‌ترین فرصت این نفر را پیدا کردن. این ببینید، این نوار را بیا از رادیو آزادی ما تماشا کنیم. سلام و درود بر شکی و بابرو. پلیس دوشنبه عثمان میرزا مرادوف بلاگری جوان را به نشر نوارهای تحقیرآمیز و استفاده از مواد مخدر ایبدار کرده است. ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه گفته است که عثمان میرزا مرادوف منتظم نوارهای تحقیرآمیز نشر میکرد و بر اساس شکایت کاربران شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. به گفته مقامات هنگام بازداشت وی سرخوش بوده مواد مخدر نوع متامفتامین کریستال استعمال کرده بوده است. نظر نزدیکان بلاگر بازداشت شده به این اتهام معلوم نیست، ولی پیشتر به شرح‌های کاربران درباره استفاده مواد مخدر و این اتهام را رد کرده بود که ضد نشأه‌مندی است. تغییره گپخانه که میدونم در که جوی به عزت نفستون رسیدم خفتون کردم ببخشید. وزارت کارهای داخلی گفته است عثمان میرزا مرادوف با قرار دادگاه شاه منصور برای 15 روز حبس شده است. نوارهای عثمان میرزا مرادوف بارها در شبکه‌های اجتماعی جنجال برانگیز شده بود. سال گذشته کمیته تفتیشاتی سنت پترزبورگ روسیه این بلاگر را به صادر کردن عملهای غیر قانونی در سمت مهاجرت متهم کرده بود. او در یک نوار از مهاجران دعوت کرده بود که بلیط قلبکی دانشجویی بگیرند و با این وسیله از تفتیش مقامات روس و سپردن پتنت رها شوند. بعداً دوستانش گفتند که او جریمه و از روسیه اخراج شد. دوستان عزیز و هموطنان عزیز، این تنها به خاطر اون چیزی بود که یعنی وقتی که حالا ما کار نداریم که اینجا حکومت مثلا نسبت این نفر اتهام میزند که این نشأه‌مند است و یا در حالت مدهوشی بوده است، ما به این کاری نداریم، چون ما میدونیم که خب بلاگران شاید به هر کاری دست میزنن. اگرچه همونطور رادیو آزادی گفت خودش در گذشته بارها گفته است که من ضد این کارهای و در مقابل این چیز مبارزه میبرم، ولی به هر صورت خب باری هم از حکومت تعریف میکند، باری هم تنقید میکند، ولی به هر حال ولی حکومت همچون یک فشنگی که باید اشخاصی که کمی که در حالت احساسی میتوانند در مقابل همین حکومت حرف بزنند، اونها را باید بدگمان یعنی بدنام بسازد و بر اساس همین میتواند چون این یک نوارهای را انجام میتید و پیدا میکند گویا که در نسبتش پرونده باز کرد و چند روز محبسش کرد و یا فلان کار رو انجام داد. حالا ما به این کاری نداریم، بگذار که خب دیگه این یک بلاگر و اون حکومت هر کاری میکنند کار اونها، چون ما با اینها زیاد کار نداریم. اما هدف من اینجا چیست؟ این یکم نواری است که شما دیدید، یعنی این نوار در سامانه مجازی نشر شد و حکومت در کوتاه‌ترین فرصت این نفر رو پیدا کرد، با طریق دادگاه نسبتش پرونده باز کرد و 15 روز روانه زندان شد. نوار دیگری که نشر شد، این نواری که ما برای شما گذاشتیم. یک بار دیگر من این نوار دیگر رو به سمت شما برسونم و این نوار دیگر رو شما ببینید. خب این نوار دیگر شما از
اکنو تلگرام. خب این نوار را شما دیدید. این نوار دوم است. نوار دومی که لاتوکوب شد و این نوار در سامانه‌های مجازی بیشتر از هر جای کسی دیگه و از هر جای دیگه بیننده گرفته بود. یعنی چونان بینندهش زیاد بود. حالا سوال به میاد میاد که چگونه این نوار در دست مقامات حکومتی تاجیکستان نخورد و نواری که یک بلاگر یک حرفی زد در کوتاه‌ترین فرصت پیدا شد و نسبتش پرونده باز کرده شد. چگونه؟ حالا ما از مخالفای تاجیک حرف نمیزنیم که یک مخالف تاجیک یک نواری میکند و او پیدا کرده میشود، نسبتش در همون زمان پرونده جنایی باز کرده میشود و خانوادهشون میروند تحقیر تمسخر میکنن و هزار. حالا ما از اینجا حرف نمیزنیم، ولی حرفی ما سریع است که اینجاست که چگونه چونین یک کارهایی که علیه ملت انجام داده می شود از جانب مقامات ما واکنش نشان داده نمی شود. ما اینا ببینید همین رسانه خاور ما واریدیم، یک رسانه دولتی است. خب رسانه خاور، ما یک بار رسانه خاور را به سمت شما باز کنیم. این امید خاور است، رسانه حکومت جمهوری تاجیکستان، رسانه رسمی حکومت. شما هم طریقی که میبینید در همین بخشی که این همین بخش قسمت است، در همین بخش خبرهاست. ما در همین بخش خبرها، من امیره بزرگتر کنم که بتوانم خوانده چون خیلی کوچک است، ما یک بار در نظر میگیریم یک هفته همیره، یک هفته اخبارهای پیوسته همین اینجا رو ما نگاه میکنیم که آیا یگان واکنش نسبت همین کردارهای حکومت فدراسیون روسیه نسبت مهاجران انجام میتید یا نمیتید. رسانه رسمی دولتی حتی اگر لازم باشه، این شما بخواید من در همین پیش شما در نزد شما بازم سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان رو که یکی از نهادی مسئولی چنین واکنشو است به سمت شما باز اونم میارم. خب امید خاور بسیار این رسانه همه این معلومات را در کوتاه‌ترین فرصت نشر میکند، ولی بهتر است از همین رسانه ببینیم، چون این رسانه میتوند از دیگه جاها را معلومات رو بیارد. یعنی شاید در یک سطح پایانی میشد. من پیش از اونی که اینجا درم این رسانه رو ندیدم، تو اینه که فکر نشود شما بگید که نه شما در اومدید این رسانه را پیگیری کرده در اینجا نبود. نه، ما با هم این رسانه رو میبینیم که در طول یک هفته یعنی چه اخبار را نسبت همین واقعه نشر کردن، چه خوبی های برای تاجیک و تاجیکستانی ها اینها میکنن. خب من دیدم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم میمالی برای ریاست سنات عالی خب با ازبکستان ملاقات کرد. خب جمهوری تاجیکستان مجلس برگزار کرده شد، مسابقه بین المللی خب گوشتین، رئیس مجلس ایمالی رحمان خب با شورای فدراسیون مجلس این فدراسیون روسیه والنتینا ملاقات کرد. خب اینا میگذاریم همین بخشی ملاقات. خب امروز در حاشیه جلسه نوبتی شورا و جلسه 58می پلات اسامبله بین المللی اتحادیه دولت‌های مستقل در شهر سنت پترزبورگ رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر شنبه محترم خب جناب فلانی رستم میمالی با رئیس شورای فدراسیون مجلس فدرالی فدراسیون روسیه والنتینا ماتوینکو ملاقات نمودند. در این خصوص امید خاور با استثناء در مجلس ملی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد در ملاقات وضع قانونی و دورنمایی مناسبت‌های همکاری استراتژی و همپیمانی تاجیکستان روسیه که در رشد توسعه منتظم آنها تلاش‌های مشترک سران دو دولت نقش کلیدی دارند بررسی کردند. تاکید کردید که سهم رابطه‌های بین المللی از جمله فعالیت‌های گسترده کمیسیون اید به همکاری بین مجلس ملی شورای فدراسیون در تعمیق مناسبت بسیار جانبه تاجیکستان و روسیه نظررس است. جانب‌ها از تمایل مناسبت رشد همکاری اقتصادی، تجارتی و فرهنگی و گومانیتری میان دو دولت اظهار قناعتمندی نبودند. استفاده با ثمر ظرفیت‌های موجوده در سمت افضلیت‌های سرمایه‌گذاری، صنعت، اگراری و علم و فرهنگ ضرورت دانسته شد. در واقع جانب‌ها اید به مسائل‌های دیگر روزمره بین المللی منطقه تبادل افکار نمودند. همونطور که شما می‌بینید یعنی هیچ چیز، همین چیزهایی که در گذشته گفته شده بود اونها را دوباره تکرارن اینجا
با هم بررسی کردن در این ملاقات و هیچ چیزی نوی که راجع به بهبود ساختن وضع مهاجران مهنتی موجود باشد وجود ندارد. یعنی ملاقات دور نیست، ملاقات 2 روز پیش، روزی حتی 2 روز امروز، خودش امروز یعنی 17 ملاقات صورت گرفته است، در حالتی که شهروندان ما یعنی قتل کرده شدند، کشته شدند، شکنجه شدند، آبرو و شأن شرف ملت پس کرده شد، بازم هیچ واکنش از جانب حکومت امروزه صورت نمیگیرد. او هم از جانب نفر دوم کشور. همطور که شما میبینید در مسئله مهاجرت مهنتی هیچ نقطه صحبت کردن نشد، ولی باز هم در اینجا همکاری استراتژی، یعنی روسیه دورنمای مناسبت همکاری استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و روسیه در رشد توسعه منتظم آنها تلاش‌های مشترک سران دو دولت نقش کلیدی دارند. بررسی کردید. ببین یعنی یک کشور پارتنری استراتژی، شریک استراتژی خودت هست و میگوید بازم با چنین حالت‌ها به تو برخورد میکند و هیچ عمل از جانب حکومت واکنش کرده نمیشود. این است نفر دوم کشور شما، با گفته چاپلوسا پادشاه آینده تاجیکستان شما. این نفر رو شما ببینید که در حالتی که نفر دوم کشور است، حرف وزن دارد و هیچ واکنش نسبت شهروندان کرده نمیشود. پس نشان میدهد که هیچ گونه در آینده هیچ حالت صورت نمیگیرد که چیکار کنند، هیچ حالتی نمیتواند نشان بدهد که رستم امالی در کنار مردم و در کنار همسفان خود، هموطنان خود، هممیهنان خود قرار میگیرد. پس مطمئن باشید راهی را که رحمان پیشرفت راهی است که رستم امالی با ظلم و ستم، کشتار، قتل به اهمیتی نسبت ملت پیش میرود. خب همطور که میبینیم در اینجا باز هم نشر شده است که در ماه خب دوشنبه روز 3/05 در مسئله امالی رحمان با پوتین ملاقات کرده بود و همینجا هم در مسئله های اشتراکی مشترک در جانب های بخشیده به روز غلبه در مسکو که امالی رحمان با آن دعوت شده بود بررسی شد. یعنی در اینجا روز غلبه وقتی که امالی رحمان رفته بود، در این روز یعنی در این سال 2024 است. ببخشید دوستان گرامی، این از کهنه است. ما اخبار دیدیم که از فکر کردیم نو است، این اخبار کهنه بود است. خب برگشتیم به مسئله دیگر، ما اینجا ببینیم که چی مسئله رو بازم دیده میشه. خب اینجا ما این رو دیدیم، تلفن کمیته رشد سیاحی این به ما لازم نیست، در شهر بختر این به ما لازم نیست، بین وزارت کارهای خارجه تاجیکستان و مغولستان به ما لازم نیست، رستم امالی برای اشتراک در جلسه 58 ایران علکه ما دیدیم، در کمیسه حربی لازم نیست، تاجیکستان و ایران لازم نیست، جام آسیا لازم نیست، خب مراتبه اول بین خوانندگی لازم نیست، خب این شم دروغ، نمایندگان تاجیکستان این شم دروغ، جلسه 4 کمیسه این شم لازم نیست، غالبیتی با اینا ببینن اخبارها رفتن میگیریم. در تاجیکستان تا 10 درجه لازم، رئیس مجلس نمایندگان میگه خب لازم نیست. خب مناسبت دو جانبه بسیار خوب تاجیکستان و اومالو خب درآمد با مسابقه این لازم نیست. شهر دیوم خب بیا اینم جا رفتن میگیریم، اینم جا من نمیخوانم با شما را ببینید سمارتفون در دوشنبه خب در ناحیه ایل اوید بلند برداشتن خب دیگه اینم رفتن بگیریم. یگان اخبار ما میگذاشتیم در روز 16 داوری حقوقی لازم نیست و استفاده از خب لازم نیست، برندگان جایزه خب این در موضوع ما نیست. خب کدام چند موضوعی همین رو ما ببینیم، با اینا بیا بگذاریم با بالاتر میریم، بیا اینجا باز کنیم ببینیم. خب اینجا ورزش، تلفن، ما میبینیم که اینجا خدمت حربی تاجیکستان و ایران اینا رفتیم، این روزی دوم شب باز میکنیم. اینجا شما ورزش، خب اینجا شهر دیوم تطبیق برنامه فیشنگ هماهنگسازی سیاسی خزینه بین المللی، خب در اینجا فرانسه در لازم نیست، خب ایش در بسنگ خب دیگه این قطار، عمان، پول همه موضوع هست، ولی موضوع مهاجرت مهنتی و واکنش حکومت امالی رحمان نسبت قضیه مهاجران مهنتی دیده نمیشود. با چند قضیه رو برای شما بیارم ببینید. خب بازم بریم ببینید هیچ چیزی دیده نمیشه. این بیاید یک کار دیگر میکنیم.
در همینجا ما میزنیم وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، خارجی جمهوری تاجیکستان. این وزارت کارهای جمهوری تاجیکستان ما میدرویم در وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان. در اینجا ما در مسئله وزارت کو ببینیم، ملاقات با دیرکتور عادی در مسئله اخبارها. اینجا اخبارها را میبینید، اخبارهای هفته. اعلان آزمون برای اشغال مناسبت‌ها. وزارت کارهای خارجه سفیر روسیه را با حضور پذیرفت. وزیر کارهای خارجه سفیر روسیه را با حضور پذیرفت. بیا اینجا این مسئله رو ببینیم. این میتواند یه مسئله باشد که ما شاید لازم داریم، شاید که سیروژدین نسبتش تهمت زدیم یا کار خوبی کرده است. بیا ببینیم. 17 اپریل سال 2000 وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سیروژدین موحدینوف سفیر فوق‌العاده و مختار فدراسیون روسیه در جمهوری تاجیکستان سیمیون گیورگیو را به حضور پذیرفت. ضمن ملاقات مسائل وابسته به تطبیق تفاوقات از نتیجه مذاکرات سطح عالی 17 مارس سال 2000 برگزار شده مورد بررسی داده شد. همچنان راجع به دیگر موضوعات مهم روزمره دوجانبه بسیاری همکاری‌های تاجیکستان روسیه تبادل افکار صورت گرفت. همونطور که شما می‌بینید یعنی هیچ چیز در مسئله مهاجرت مهنتی صورت نگرفت. خب اینجا شما اخبارها رو می‌بینید در این موضوع متاسفانه در سامانه وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان نیز نمی‌بینید. این همون خائن ملیه که شما اسمش رو باید می‌دونید. این کسی است که باید در مسئله سیاست خارجه بسیار واکنش‌هایتون نسبت هر واکنشی که میشه انجام داده شد. بیاید یک مسئله یک بار موضح. خب نامون نسبش شما می‌بینید. سیروژدین موحدین وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان 17 فوریه سال 1964 در جمهوری تاجیکستان تولد شده است. تاجیک معلوماتش عالی، رتبه دیپلماتی سفیر فوق‌العاده و مختار دارد. سال 1980 دانشجو خوب می‌بینیم. از سال 2000 به نظرم 13 وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان میباشد. یعنی از سال 2013 تقریبا این الان 12-13 سال میشود. یعنی 12-13 سال میشود وزیر است. در 12-13 سال فعالیتش شما فعالیتش را در زیر نظریه بگیرید که از وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان این خائن ملی سیروژدین موحدین چی چیز رو میدونید و چه خدمت‌هایی رو در سطح دیپلماتی و بین المللی برای مردم تاجیکستان انجام دادن. شما بیاید چند مسئله را بررسی کنید و بگید که چی نقطه‌ای در اینجا شما دیدید. خب این مسئله بود که من به سمت شما رسوندم. حالا برمیگردیم به همین موضوعی که با این گونه کارهایی که اینها انجام میتین و ما در این مسئله صحبت کردیم، حالت مردم تاجیکستان در کجاست؟ وقتی که ما میبینیم که وضعیت به اون درجه میرسد که نه در سطح وزیر، نه در سطح رئیس، نه در سطح یک نماینده، نه در سطح دیپلمات، نه در سطح سفیر یگان نفر در حالتهای دیگری واکنش نشان نمیدهد. فراموش کردم، بیایم سفارت رو وبسایتش رو ندیدیم. بیاید من در حضور شما سفارت جمهوری تاجیکستان رو در فدراسیون روسیه سامانه اش رو باز کنیم، بریم در سامانه سفارت که ببینیم که سفارت چه واکنش. باز نگید شما که همین ما واقعا سفارت رو ندیدیم. راست میگید دیگه، واقعا سفارت رو وبسایتش رو ندیدیم. ببینیم که سفارت چه کنه. بیا من بازم به سمت شما این ببینید. سفارت در وبسایتش میبینیم، برمیگردیم بعد با اون موضوعی که گذاشتیم. خب اینجا سفارت جمهوری تاجیکستان نوشته شده زمینی ما؟ نه متاسفانه ما اینجا نوشته شدیم، اینا نوشته. خب اینجا سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه. خب سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه. خب یا وبسایت خودشون پیدا میکنیم. خب وبسایت خودشون در اینجا نشان نمیدهد که وبسایت دارن ندارن، ولی بیا از جانب
از جانب چی پیدا کنیم؟ سفارت جمهوری تاجیکستان از ویکی‌پدیا بدونیم. اگر در ویکی‌پدیا اینا وبسایت داشته باشه باید در اینجا وبسایت چو باشد. خب ما هم طریق وبسایت سایت رسمی посольство Республики Таджикистан و Российской Федерации و زبان تاجیکی. بله خب اینجا ما پیدا کردیم یک سامانه رسمی. همونطوری که میبینید این همون سامانه ای است که ما دیدیم، یعنی وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، چون به نظر من که اینها وبسایت ندارن. اگر وبسایت می داشتن ما پیدا میکردیم. همونطوری که میبینید در ویکی‌پدیا در سایت رسمی اینجا اومده است فقط وبسایت وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان و دیگر سامانه ها دیده نمی شود و وجود نداره. به همین خاطر من فکر میکنم که شاید وبسایت ندارن اینا تا حال. خب ما باز هم یک بار خوبتر ببینیم که باز نگیم که شما نگین که نمو هم طریق میبینید وبسایت به نظر اون ندارن. اگر وبسایت میداشتن حتما مشخص میشد. دوستان گرامی شما یگان صدا میشنوین؟ دوستان عزیز شما یگان صدا میشنوین؟ در نظریه بنویسین، چون دوستی ما نوشته که چی صدایی هست. شما یگان صدا میشنوین؟ بچه ها صدای من هست؟ بله صدا خوب است و صدای دیگری رو نمیشنویده. از دیگه اطراف برادرها گفتن که یک صدای دیگری میاد. خب همجوران و هموطنان عزیز، خب برادری که مینویسن یگان صدای دیگری نیست میگن صدا خوب است. کو چگونه؟ شاید شما در یوتیوب چیزی رو موندین گوش میکنید از دیگه طریق صدای در شما میاد ولی در دیگه برادرها هیچ صدایی نیست. صدا خوب است، یگان مشکلی ندارد. بچه‌ها در استودیو میگن یگان مشکل نداره برادرها. خب دوستان و هموطنان عزیز، همونطور که شما دیدید سفارت وبسایت ندارد و یا شاید که دارد و ما پیدا نکردیم، ولی به هر حالت برمیگردیم به موضوعی که ما گذاشتیم. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، وقتی که ما میبینیم چون این حالت به میان میآید و واکنش از جانب حکومت تاجیکستان صورت نمیگیرد و در سطح سفیر و دیپلمات و رئیس و وزیر و خب دیگه پرزیدنت این کارها انجام داده نمیشود، پس ما میتونیم بگیم که موقع امروزه یک موقع خیلی پستی قرار دارد. چه در سطح بین المللی چه در سطح داخلی هیچ گونه کارهای صورت نمیگیرد. ما میبینیم که سطح امروزه زندگی مردم تاجیکستان چه از دیدگاه اقتصادی، چه از دیدگاه اجتماعی، چه از دیدگاه سیاسی در پسترین حالت قرار دارد. ما وضعیت اقتصادی تاجیکستان را وهیم بودنش خیلی خوب میدونیم. ما میدونیم که مردم ما در بدترین حالت اقتصادی قرار دارند و اگر که همین روز فدراسیون روسیه مردم را خارج کند و کشورهای خارجی که برای تاجیکا جای کار تامین میکنند و رزق روزی برای اونها فراهم کردن که بیان در اینجا کار کنند، اگر اینها بند کرده شوند وضعیت اقتصادی تاجیکستان در بدترین حالت قرار میگیرد و مردم تاجیکستان بسیار در حالت شدیدی قرار میگیرند. این یک نکته ای است که امروز مردم ما قرار دارند. در داخل وطن ما با جای کار مردم رو تامین نمیکنیم، مردم جای کار ندارند، مردم منتظر هستند که از خارج برای اونها پول بفرستند و دزدی و فحش و فساد خیلی زیاد شده است. به یکدیگر اعتماد و باوری موجود نیست و این وضعیت اقتصادی را باز هم وهیمتر میکنند. ما هر روز میبینیم که در رسانه‌های مجازی هزار انسان میبراید از مشکلات اقتصادی خود اعلان میکند و برای او کمک پولی و که یاری دیگری طلب کرده می شود و هر روز اینها زیاد می شوند و کم نمی شوند و این نشان میدهد که وضعیت اقتصادی بدتر است. وضعیت اجتماعی را ما میبینیم. وضعیت اجتماعی در تاجیکستان امروز نبودن باوری به یکدیگر، ما میبینیم که در مکتب ها امروز همه گونه سختی ها نسبت حالت ها اومده است. ما میبینیم که رسانه ها کاملا از بین برده شدند. ما میبینیم که تمام اشخاصی که میتوانند تاثیر بگذارند یا کمک کنند به دیگر از بین برده میشوند، چه در خارج کشور. مثلا ما در اولی همین برنامه ویدیوی عزت امان رو گذاشتیم که یکی از حامیان حقوق مهاجران مهنتی بود در فدراسیون روسیه و صلح برای مهاجران مهنتی خدمت کرد و از جمله در
حالت با وجود آمدن کرونا ویروس که بسیار حالت سخت برای مهاجران مهنتی بود و او یک حالت اجتماعی را به میان آورد و توانست تمام مهاجران مهنتی که در حالت بد قرار میگیرند به اونها کمک برساند. ولی ما دیدیم که در یک حالت خیلی سخت قرار گرفت، به یک مدت او را نسبتش پرونده باز کردن، شهروندی فدراسیون روسیه رو باطل کردن و او را از فدراسیون روسیه خارج کردن و دیدیم که حالت مهاجران مهنتی در خارج کشور وضعیت اجتماعی چگونه شد. یعنی حامیه که وضعیت اجتماعی مردم، وضعیت سیاسی مردم ما را بهتر بسازد، امروز اگر پیدا شود هر کسی که نباشد در کوتاه‌ترین فرصت سر راه او گرفته می شود. نه اینه که او را میگذارن به این ملت خدمت بکند، برعکس میخواهند سر راه خدمتکار مردم رو بگیرند. کرامت شریفوف نمونه مثالش هست، وقتی که میخواست به مردم مهاجر مهنتی کمک کند و خدمت کند و ما دیدیم که نسبتش پرونده قلابی باز کردن، پاسپورتش رو انولی رو کردن و به تاجیکستان استرداد کردن. وقتی در تاجیکستان در اونجا بود اولو نمیدونم نسبتش 1000 یعنی شهروندیش برقرار نکردن، یک انسان بیکس و بیشمار در اونجا زندگی میکرد بدون یک کون شهروندی، یا به حالت مرموز از دنیا درگذشت، نسبتش نمیدونم زهرش دادن و هزارها کار دیگه ای که ما نمیدونیم نسبتش چه حالت رو خود. و بعد از اون دیگه باره عزت امان به میان اومد. نسبت عزت امان چه کار کردن؟ عزت امان نسبتش پرونده باز کردن، 1000 تهمت اتهام زدن و هزارها بهتان رو نسبتش کردن و پاسپورتش انولی رو کردن و تاجیکستان بردن. کریم جان یوروف حقوقدان و حامی مهاجران مهنتی بعد از عزت امان کارهای زیادی دیگه را انجام داد. ما میدونیم که با یک سازمانی که یک زنی گرجی تبار بود یا که حالا ازبکستانی بود یا نیست، حالا از هر کجایی بود، با اون بسیار از مهاجران مهنتی دفاع میکردن. ولی ما دیدیم که نسبتش باز هم در روسیه پرونده باز کردن، در تاجیکستان نسبتش تهدید و فشارها صورت گرفت و او هم مجبور شد فدراسیون روسیه رو ترک کند و هزارها اشخاص دیگری که میتوانستند یک خدمت برای آبروی شأن شرف همین مردم بکنن، سیاست تاجیکستان رو در عرصه بین المللی برارن، موقع تاجیکستان رو حفظ کنن. ولی ما دیدیم که در کوتاه‌ترین فرصت نسبت اینها پرونده باز شد و اینها رو چکار کردن؟ از صف مهاجران مهنتی بیرون بکنن و نه بگذارن که اینها به همین مردم خدمت کنن. ما نمونه مثال در داخل وطن داریم. وقتی که در داخل وطن دلیر امامعلی یک روزنامه‌نگار و بلاگر مشهور کشوری ما و شما در اطراف خود 3-4 نفر دیگر رو جمع کردن به حضور عبدالله غربتی، سید مومن اسمش یادم رفت، یک برادری روزنامه‌نگار مشهور بود که در تلویزیون تاجیکستان کار میکرد، سید عمر نامش یادم، ذوقی بیگ سید امینی یادم اومد، ذوقی بیگ سید امینی و این چنین بلاگر مشهوری دیگه ما که با یک نوار تکثیران بود مشهور شد، اینها را در اطراف خود جمع کردن و اینها یک بلاگ شدن که توانستن واقعا خدمت کنن به این مردم، رفتن از مردم نوار گرفتن، مشکلات مردم رو گفتن، دعوت کردن برای بهتر ساختن وضعیت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم در داخل کشور. ولی ما دیدیم که در یک وقتی کوتاه حکومت نسبت اینها پرونده باز کرد و نگذاشت که اینها خدمت مردم رو ادامه بدهند و در یک هفته هر چهار اینها رو دستگیر کردن و اینها رو پشت پنجره بردن که عین حال اینها در پشت پنجره قرار دارن. یعنی نمیگذارن که موقع اجتماعی سیاسی اقتصادی کشور ما و شما بالا برود. از دیدگاه سیاسی و اجتماعی ما دیدیم که نمیگذارن که مردم خدمت بکنن به این مردم و موقع رو بالا ببرن. یعنی نه خودشان در سطح دیپلمات، در سطح وزیر، در سطح سفیر، در سطح مثلا وزیر، در سطح مثلا رئیس جمهور، خب نفر دوم کشور واکنش نشان نمیتین، کار انجام نمیتین و نمیگذارن که یک نفر حامی حقوق مهاجرین مهنتی، یک روزنامه نگار و یک نفر عادی بر بخیزد و از مهاجران مهنتی و از شهروندان جمهوری تاجیکستان چه در داخل چه در خارج کشور دفاع کند. اگر ما بگردیم در سطح دیگر، مثلا در سطح اقتصادی، ما در سطح اقتصادی هم این مشکلات رو میبینیم. مثلا موقع تاجیکستان در سطح اقتصادی در پایان‌ترین حالت قرار دارد. چرا چنین است؟ وقتی زید سعیدوف یکی از تاجران مشهور و وزیر پیشین صنعت کشور ما و شما تجارتش از خارج کشور
به داخل وطن برد، در داخل وطن به 10,000 نفر جای کار میداد، تأمین میکرد و میخواست که این دولت و این ملت پیش برود و حتی اعلان کرد که من یک حزب تاجیکستانی نو بکشم، پارلمان برم، از طریق پارلمان یعنی تاجرها را دستگیری بکنم، لایحه را پیشنهاد کنم که به وضعیت اقتصادی کشور یعنی تطبیق شود و وضعیت اقتصادی کشور پیش برود. دیدیم که پشت پنجره رفت. بعد از او عمر علی قوتف صاحبکار معروف کشور ما و شما و تاثیرگذار حرکت سیاسی گروه 24 که اون برآمد و او اقتصاد میدونید که با چندین هزارها در داخل وطن جای کار میداد، تامین میکرد و او هم چیکار کردن؟ از سطح اقتصادی کشور برداشتن. بعد از اون ما میدونیم که امید 88 بود، کسی که با مسئله نفت مشهور بود و امید 88 دپرفک‌های زیادی داشت در تاجیکستان و ما دیدیم که او را نسبتش پرونده باز کردن، زندانش بردن و در زندان اخیر به قتل رسانیدنش. و همین گونه ما بالفاصله میتونیم ده ها نفر، هزارها نفر رو اسم ببریم که ما میتواند نمونه باشد که در تاجیکستان نسبتش پرونده باز کردن و نگذاشتن که اقتصادی کشور در سطح بین المللی بالا ببرد. پس ما از همه گونه دید در سطح بین المللی در زمینه‌های عقب قرار داریم. از دیدگاه ورزشی ورزشکاری ما امروز چاپلوس شده است، توانایی رقابت را در ساحه بین المللی ندارد. چی مثلا فوتبال ما رو نگاه کن، در سطح فوتبال ما در پایان‌ترین حالت قرار داریم. سطح والیبال ما رو نگاه کن، در والیبال ما در پایان‌ترین حالت قرار داریم. سطح بوکس ما رو نگاه کن، در پایان‌ترین حالت قرار داریم. خب کدام ساحه شما نگاه نکنیم در سطح ورزشی ما در المپیکی ما میبینیم که کشور ما در پایان‌ترین حالت قرار دارد و در همین سال جای سوم رو مثلا چیزی که در سال 2012 رسول باقیب گرفته بود این بار تکرارا گرفتیم و این وضعیت ورزشی ماست. هم در وضعیت اقتصادی را گفتیم که ما در وضعیت اقتصادی در پسترین زینه قرار داریم. در وضعیت سیاسی را گفتیم که ما امروز متاسفانه در ساحه دیپلماتیا و بین المللی ما هیچ گونه جایگاه و مقامی نداریم. ما میبینیم که ما فقط طلبنده کشورهای ابوالقدرت شدگیم امروز یا که کشورهای پولدار. ما هر جایی میرویم فقط از ملت خود یک ملت طلبنده را اشاره میکنیم که ما کشوری هستیم که ما فقیر هستیم، نادار هستیم، تروریست‌ها به ما حمله میکنن و برای ما پول، مال و فلان بیاره. یعنی در همه حالت از ساحه سیاست ما عقب مانده هستیم. کشور تاجیکستان رو به یک کشور طلبنده یا که گدا تبدیل دادیم. یعنی ما کدام ساحه ای را نگاه نکنیم، همان ساحه امروز در تاجیکستان از هر دیدی اگر نظر نکنیم در دیدی پایانی قرار دارد. از ساحه مثلا استقلال مکمل بگیم ما در پایان‌ترین حالت قرار داریم. تاجیکستان در ساحه استقلال قرار ندارد. ما استقلال مکمل نداریم. استقلال در روی کاغذ است و استقلال در روی اون چیزی است که روسیه میخواهد و ما هیچ گونه استقلال مکمل داشته نمیتوانیم. همین موضوع اولی که در مسئله مهاجرت مهنتی صحبت کردیم و رفتن مردم و شهروندان تاجیکستان به جنگ یا که بردن مجبوری آنها به جنگ و واکنش ندادن حکومت جمهوری تاجیکستان در این مسئله خودش یک نمونه مثال اون است که ما زیر دست حکومت روسیه هستیم و استقلال مکمل را نداریم. پس از همه دید امروزه وضعیت جمهوری تاجیکستان در پایان‌ترین حالت قرار دارد. حاضر ما در اول سوال گذاشتیم که ما برای پیشرفت و از این بحران برآمدن رو چیکار کنیم. ما این مسئله رو بودیم صحبت میکنیم که ما چگونه میتوانیم از این وضعیتی که عین حال به میان آمده است موقع خود رو بهتر بسازیم. میتوانیم این کارو بکنیم. در این شکی نیست که امکانیت بهتر ساختن موقع موجود است در همه حالت‌ها. یکم ما باید تمامی تلاش ها را بکنیم آگاهی سیاسی خودمون رو بالا ببریم. باید ما از تمام وضعیت امروزه جهان با خبر باشیم، بدانیم که یک کسی که برای ما امروز پول میدهد سبب پول دادن او به چی است، یک کسی که امروز برای ما نان میدهد سبب نان دادن او در چی است، یک کسی که امروز برای ما کار میدهد کشورش رو دروازه‌اش رو برای ما باز میکند هدفش چی است، مرامش چی است، چرا این دروازه‌اش رو برای ما باز میکند. یعنی این موقع، این هدف را، این آگاهی را باید ما داشته باشیم و بدونیم بعداً به اون کشور رو سفر کنیم. بعداً بدونیم وقتی که یک دیپلماتی ما نمیداند
که چرا روسیه برای ما بازارش را باز کرده است اون نمیتواند تصمیم بگیرد. وقتی که یک دیپلمات ما نمیدوند که چرا امریکا، چرا اروپا، چرا هند، چرا ایران، چرا چین بازارش را برای ما باز کرده و از ما چی میخواهد، اون نمیتواند تصمیم درستی برای آینده این ملت بگیرد. پس ما باید این آگاهی را بیشتر بسازیم تا اینه که نه تنها در سطح کارگرهای دولتی بلکه در سطح مردم نیز این مسئله باید باشد که ما بدانیم که حکومت وقتی که کار یعنی شرطنامه میبندد به یک کشور پشت پرده این چی میستد و از ما این کشور در عوضی که ما را به جای کار تامین میکنه چی میخواهد و چه هدفهای شومی در کشور ما و شما دارد و ما این مسئله رو باید بآموزیم. این یکم نقطه ای است که ما میتوانیم این مسئله رو ببینیم. اگر که به مسئله یکم اهمیت دادیم و از این مسئله باخبر شدیم، ما به مسئله های دیگر چیکار میکنیم؟ دقیق است که راه میابیم. با چی مسئله؟ مسئله اول، ما اجرگزار قدردان میشیم برای اشخاصی که برای بهتر ساختن وضعیت تاجیکستان تلاش میکنند. ما نمونه مثالش رو گفتیم: دلیر امام علی، عبدالله غربتی، ایزد امان و دههای دیگر، سهراب ظفر و هر شخصی که برای بهتر ساختن وضعیت این کشور تلاش کرد، خدمت کرد، ما قدردان میشیم و از حیات این نفرات دفاع میکنیم. تا زمانی که یک تاجیکستانی احساس نکند که در کنارش شما هستید، مردم هست، ملت هست، او هیچ وقت از ما و شما دفاع نمیکنه. یعنی ببینید وقتی که من یک نفر دیگر میخواهد بیاید جانش را در خطر بگذارد برای این ملت، برای این سرزمین، برای این کشور جانش را فدا کند، اولا باید نظر میکنن، این میگردن نگاه میکند که در حالتی در پستی قرار گرفتنش، جانش در خطر گرفتن، آیا این ملت قدردانی کارهای فعالیت زندگی هست یا نیست؟ این مسئله را اول در نظر میگیرد و اگر ببیند که ملت آگاهی سیاسیش تا اون درجه رسیده است که اجرگزاری چنین کارهاست، پس مطمئن باشید که این راه صفش زیادتر می شود و مردم برای بازگردانیدن حکومت چیکار میکنن؟ مبارزه میبرن. این نقطه دوم. نقطه سوم، این مسئله آزاد کردن اشخاص هایی است که چیکار کردن؟ برای این ملت خدمت کردن. امروز اگر که ما در هر یک زندان تاجیکستان رو باز نکنیم، هر یک انسان عالم، دانشمند، زیرک، باسواد و توانایی است که میتواند تاجیکستان رو، جهان رو اداره کند. شاکرجان حکیموف، دکتر علوم حقوق، یک از پروفسور است. این نفر میدانید که میتواند نه تنها تاجیکستان رو، جهان رو اداره کند. امروز با 22 سال اگر اشتباه نکنیم یا به 18 سال روانه زندانش کردن. زید سعیدوف، وزیر پیشین صنعت تاجیکستان، نفری که توانست به 10,000 جای کار تامین کند، تجارت خود را از خارج بکشاند. با این انسان معلول است، دستش معلول است، میانش معلول است، با همین قدر معلولیت، با همین قدر معیوبیتی که دارد در بدن خود، توانست به 10,000 نفر در داخل تاجیکستان جای کار تامین کند. دوشنبه پلازا امروز با دستی، یعنی با خدمت‌های همین انسان ساخته شدگی است. ولی امروز در پشت پنجره با حکم ابد در اونجا زندان ششتگی است. وقتی این نفر رو از زندان آزاد کرده نشود، ما چگونه میتوانیم تاجیکستان را از چنین بحران نجات بدهیم؟ وقتی که ما میخوایم در سطح بین المللی چنین وضعیت رو بهتر بسازیم، باید کسی که دیپلمات خوانده است، کسی که دیپلمات است، زبانهای خارجی رو میداند، کسی که ارزش‌های ملی رو، ارزش‌های معنوی رو، ارزش‌های مردم تاجیکستان رو میداند، بعد او باید دیپلمات گذاشته شود. او مهاجر باید باشد، او مهاجر باید بده باشد، او باید وضعیت بدی سطح زندگی مردم رو دانسته باشد، او باید بداند که ملت در چه حالت قرار دارد، او باید به ماشین لکسوس نگردد، او باید هر روز پیاده از خانه‌اش باید به جای کار بخیزه بیاید که بفهمد که در قد کوچه دوشنبه چی میگذرد، مردم به چه حال قرار دارد، مردم چگونه زندگی میکنند. سفیر باید در روسیه باید هر روز در بازارها، در تمام مردم تاجیکستان در اون جایی کار میکنند، بین اونها برادران که کرامت شریپوف میرفت، ایزد امانوف میرفت، همینجوری که ایزد امان در اول ویدیو گفت، باید از کون خودشون بردارن از سر صندلی، بر بخزن بروان به اون اداره ها، ببینن که ملت در چه حالت قرار دارد، تا اینه که احساس کنن اینها میتوانند، این گونه میتواند
دیپلماتیا و سطح دیپلماتیا را در تاجیکستان بالا برد و موقع تاجیکستان را در سطح بین المللی حفظ کرد و یا اینکه پیشرفت کرد. برای همین همگران و هموطنان عزیز، برای بهتر ساختن وضعیت، بهتر ساختن موقع، باید ما به خودمان سوال کنیم. مثلا این همیشه بینندگان ما باید به خودمان سوال کنیم که آیا ما برای بهتر ساختن وضعیت تاجیکستان از حقوق کسانی که به ما اعتماد کردن، برمدن جان فدایی کردن، یعنی به ما منظور ملت است، مردم تاجیکستان است، جان فدایی کردن، آیا ما از اونها قدردان هستیم؟ آیا قدر اونها را دانستیم؟ زید سعیدов 12 سالش در زندان است. این 13 سالش است. آیا قدر همین شخصیت رو دانستیم؟ 10,000 نفر زیر دست همین انسان کار میکرد. 1000 نفرش به میدان برآمدن نمیتوانست؟ آیا از کسانی که دلیر امامعلی رفت نوار گرفت، مصاحبه کرد، وضعیت بدی اونها رو در تاجیکستان نشان داد و خواستار عدالت شد، حق اونها را میخواست بر بگرداند، ولی همین اشخاص یگان نفرش برای دلیر امامعلی قدردانی کرد، یگان نفرش برآمد. خب دلیر امامعلی که این کار کرد رفت زندان شد، چرا ما آماده زندان نیستیم؟ پس ما میخواهیم دیگران زندان شوند ولی خود ما آزاد بمونیم. پس چگونه ما میتوانیم تاجیکستان رو نجات بدهیم؟ امروز در کوتاه‌ترین حالتی که در تاجیکستان صورت میگیرد ما میبینیم فرار میکنند مردم. فرار کردن راه حل نیست. باید ایستادن، مبارزه بردن، بهتر ساختن وضعیت کشور است. باید ما در داخل وطن باشیم، در مقابل این ظلم مبارزه ببریم. ما این همینجا میگیم که برادرو بیایید صحبت کنیم، یک نفر بیایید برای ما معلومات بدهید، بیایید با ما کار بکنیم، بیایید بریم در فلان ساحه در تاجیکستان کار بکنیم که فلان کار کنیم، آدمایی نیستن که چیکار کنن بیان در این کار با ما شریک شوند. دوستان و هموطنان عزیز، من در پایان شماره واتساپ رو میگذارم. اگر دوستان بخواهند به شماره واتساپ ما و یا تلگرام ما زنگ بزنن، میتونن زنگ بزنن. من میتونم شما رو پیوست کنم و صحبت کنیم. دوستان این شماره واتساپ من است. یک بار ببخشید من نظرم اشتباه شد، من اینجا یک جوش اصلاح کنم. 39 11 27. خب دو شماره من یک بار شماره من نگاه کنم و اگر دوستانی که میخواهند در واتساپ زنگ بزنن من میتونم شما رو پیوست کنم، شما میتونید صحبت کنید. من یک بار شماره من نگاه میکنم. خب 79 04 39 11 27. بله شماره ما یا 0079 04 39 11 27 یا که با جمع 44 79 04 39 11 27 شما میتونید با ما زنگ بزنید و توسط واتساپ با ما در تماس شین و در برنامه صحبت کنین. و علاوه بر این اگر دوستان و هموطنان ما میخواهند میتونن از طریق، من تلفن رو در اینجا بگذارم که من ببینم، میتونن از طریق استودیو نیز با ما پیوست شوند و صحبت کنن پیرامون موضوعی که ما گذاشتیم و امیدوارم که ما بتوانیم بازم در خدمت دوستان و برادران قرار بگیریم و این موضوعی که گذاشتیم بررسی و تحلیل بکنیم. همدیگران و هموطنان عزیز، حالا ما برمیگردیم به مسئله‌ای که رستم امامعلی بار دیگر رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شد. خب همدیگران و هموطنان عزیز، کشور تاجیکستان امروز متاسفانه یک کشوری شده است که در آن کشور هر کسی از اولاد امامعلی رحمان و باشد با وظیفه‌های گوناگون نائل می‌گردد و خود مردم این مسئله رو همچون یک مسئله جدی نمی‌بینند و برعکس به علاوه اینه که این حکومت غاصب، این اولاد غاصب تمامی وظیفه را غصب می‌کند و این ملت را می‌دزدد، پولش را می‌گیرد، مالش را می‌گیرد، باز با چپاولوسی، با تعریف توصیف از همین غاصبان حمایه می‌کند. ما در همین هفته دیدیم که رستم امامعلی بار دیگر رئیس مجلس ملی انتخاب کرده شد و که در این میز 4 سال نشسته بود. بار دیگر از جانب همین وکیلان با
رأیگیری پنهانی با 4 سال دیگر به همین کرسی نشست. ما یادآور میشیم که مجلس ملی در سال 1999 در وقتی که تغییرات در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان یا اینکه در سرقانون جمهوری تاجیکستان غیر قانونی به میان آمد، وقتی که در سال 1999 امومعلی رحمانوف همچون رئیس جمهوری تاجیکستان باید به پرزیدنتی راه نمیافت، باید نامزدیش را به پرزیدنتی نمیمان، طبق اساس سرقانون جمهوری تاجیکستان و طبق اساس سازشنامه صلح، امومعلی رحمانوف این حق را نداشت که باید پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شود، ولی یک رأی پرسی غیر قانونی آماده کردند و در سال 1999 بار اول به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان یک رأی پرسی به میان آمد و در این رأی پرسی عوض شد که یک نفر میتواند 2 مرتبه، یعنی که از 4 ساله به 7 ساله تبدیل کرده شود و امومعلی رحمانوف بار دیگر چکار کرد؟ به پرزیدنتی نویل گردید و در پرزیدنتی انتخابات پرزیدنتی نامزدی خودش را پیشنهاد کرد و از جمله در اون رأی پرسی علاوه کرده شده بود به کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که پارلمان تاجیکستان به 2 قسمت تقسیم می شود و از عبارت از مجلس ملی و از مجلس نمایندگان. خب مجلس ملی در اونجا قانون‌ها بررسی و تحلیل کرده می شوند که ما در مجلس ملی مشهور بود که عبیدالله اسمش فراموش کردم، شهردار پیشین دوشنبه و رئیس پیشین مجلس ملی بود و بارها عبیدالله بارها او در این سمت انتخاب کرده میشد تا سال 2020. سال 2020 بعد از انتخابات پارلمانی عبیدالله کنار رفت، پیش از اون از شهرداری سال 2018 کنار رفت و در سال 2020 الکی از این مجلس نیز عبیدالله رو برکنار کردند و پسر امومعلی رحمانوف رستم امومعلی به این کرسی نشست. حالا مجلس ملی یکی از کارهایی را که انجام میدهد این نقطه اصلی یعنی بودن یعنی مهمیت آن به عهده گرفتن حاکمیت بعد از حالت مرگ پرزیدنت است یا اینکه حالت بیماری، حالت دیگری که به میان رخ میدهد. مجلس ملی یا اینکه رئیس مجلس ملی کسی است که حاکمیت را به عهده میگیرد و نفر اولی کشور می شود. بر این اساس یعنی اهمیت مجلس ملی بسیار بالاست. این را حالا اشخاص‌های فکر کردن که میخواستن این را زیر نظارت خود بگیرند، چون مجلس نمایندگان یک نهادی است که اون از توسط مردم انتخاب کرده می شود و وقتی که مجلس نمایندگان توسط مردم انتخاب کرده می شود و امکان دارد که در اینجا اشخاص که رئیس جمهور شود، اگر که این در گذشته با رئیس پارلمان مجلس نمایندگان وابستگی داشت و اگر این به مجلس نمایندگان وابستگی می داشت یا اینکه با اصطلاح دیگر مانند امریکا و ایران اگر که چنین یک نظامنامه باشد که به یعنی نفر دوم سروزیر شود، سروزیر کشور نفر دوم شود بعد از مردن یا اینکه کشته شدن پرزیدنت و یا اینکه هر کاری دیگر، در اینجا مشکلات به میان می اومد که از اولاد حکومت گرفته می شود، از یک خانواده از همون شاخه حاکمیت گرفتن حکومت آسان‌تر می شود. به این خاطر در اینجا اینها یعنی حکومت دیکتاتوری امومعلی رحمان در سال 1999 الکی فکر کرده شد بود که باید من مجلس رو به عهده بگیرم و این رو بسازم تا اینکه در آینده چیکار کنم بتوانم از این طریق ملت تاجیک و مردم تاجیکستان رو غلام اولاد خود قرار بدیم و اون رو گذاشت، اون رو تعیین کرد و تشخیص کرد تا زمانی که پسرش آماده شد، سالش به یک جا رسید، اون رو در جایهای گوناگون به وظیفه تامین کرد، تجربه گرفت و او را آخر عمر چیکار کرد؟ رئیس مجلس ملیش کرد و حالا 4 سال از رئیس بودن رستم امومعلی در همین وظیفه گذشت. شما چندین قانون‌ها و
بهبودی هایی که در همین سمت انجام داده شد برای بهبود ساختن وضعیت کشور شما نامبر کنید. شما نامبر کنید تا اینه که ما بتوانیم این بهبودی ها را به سمت تمام تاجیکستانیان برسانیم که رستم امامعلی توانست در همین سمت در طول چند سال به مردم خدمت بکند. شما خدمت های او را برای مردم برسانید که ما بگیم در اینجا که رستم امامعلی چه خدمت هایی را انجام داد. شما مثلا ناز در کامنتاری اما برای شما سوال میکنم بینندگان و هموطنان عزیز و گرامی، آیا رستم امامعلی در طول 4 سالی همچون رئیس مجلس نمایندگان و رئیس نفر دوم بودن کشور چه کارهایی را انجام داد که شما قانع شدید که رستم امامعلی میتواند یک کار را انجام بدهد؟ من در اینجا مثال میگم. ما در طول 4 سال فراموش نمیکنیم مثلا اروزه لطوکوب کردن مهاجران مهنتی، خب کشته شدن چندین نفرات در فدراسیون روسیه توسط فاشیستای روس، وضعیت کراکو سیتی که در اونجا هزارها تاجیک را اتهام کردن صورت گرفته. خب بازم چند هفته پیش اونها را به جرم یعنی به اتهام اثبات کردن و گفتن که اونها گناهکارند. فدراسیون روسیه این کار را کرد. یعنی هر کارهایی که انجام داده شد در داخل وطن در بودن در زمانی که مجلس نفر دوم کشور بود، دلیر امامعلی، عبدالله غربتی، ذوقیبت سید امینی و دههای دیگر زندان شدند. هیچ واکنشی نشان داده نشد. اینو در شهر دوشنبه بودن، هم رئیس شهر دوشنبه بود و هم رئیس مجلس ملی. ما دیدیم که یگان کاری را در اینجا انجام نداد. همین انسان از دیدی من هیچ کاری را نکرد که ما بگیم که همین انسان میتواند یک کاری را انجام بده، بلکه در سطح فساد، فحش و فحشا، در سطح بهره کردن مردم، در سطح ایجاد کردن تالارهای کنسرتی، تالارهای فحش و فحشا، دیسکوتک سازی، در سطح دزدی و بهتر ساختن وضعیت دزدی خانوادگی و خویشاوندان خود، آماده کردن تیم دزدهای خود، در این سمت پیشرفت کرد. در این سمت خیلی پیشرفت کرد. پس ما میتونیم بگیم که رئیس مجلس ملی در این سمت دزدی، غارت، فسادی مالی خیلی پیشرفت کرد. بیا این رو از سامانه رادیو آزادی به سمت شما برسونم. همونطور که شما میبینید رستم امامعلی پسر کلانی رئیس جمهوری تاجیکستان بار دوم رئیس مجلس ملی پلات بالای پارلمان شده است. آوازدهی روز 11 اپریل گذشت. مجلس ملی 33 عضو دارد و اکثر آنها از حزب حاکم خلقی دموکراتی هستند. 33 نفر آنها با جانبداری از رستم امامعلی رای داده، هیچ کس زیر نبرآمده است. ببینید دوستان گرامی، مجلس ملی 33 عضو دارد که یکی از آنها خود رستم امامعلی است، خب که 32 نفر دیگر خب رای داده است و 32 نفر 31 نفر آن به طرفداری و یک نفر دیگرش شاید در مجلس نبوده است و یا اینکه به طرف آواز داده است. 31 نفر او بدون یگان، یعنی همچون یک جایی که هیچ اختلاف نظریه موجود نیست، در حالی که جایی که قانون قبول کرده می شود، تصمیم او گرفته می شود، در اونجا بدون شک دید متفاوت وجود دارد. مثلا ما در حرکت سیاسی گروه 24 وقتی که بدیم دیدی گوناگونی موجود بود. من با دیدی بیشتری بچه ها هم نظر نبودم. همیشه بحث ها موجود بود، همیشه بحث میکردیم، جنگ میکردیم، دعوا میکردیم، گوی میشد که بالاتر میرفت ولی میکردیم این کار. همین خاطر شما میبینید یعنی از همین اشخاص ها، یعنی از 32 نفر 31 نفر و یک نفر دیگه که الان معلوم است که زید یا حالا جواب نداده است اصلا. این نشاندادی چی است؟ نشاندادی ساختن یک دولتی که در اون دولت فقط یک حکومت و یک خانواده که از جانب یک اولاد، از جانب امامعلی رحمانوف پسراش غصب کرده شده است اداره کرده می شود و هر کسی که در این حکومت می آید باید کی باشد؟ رحیم زاده باشد، شریف زاده باشد، فلانی زاده باشد و کسی که فقط غلام زاده خانواده امامعلی رحمانوف. اول باید تسمه در گردنش بسته شود و توسط این اولاد
مهر غلامی در پیشونیش زده شود و فقط به خاطر این اولاد خدمت کند، بعد به این وظیفه ها گرفته می شود. در غیر این صورت هیچ کسی توانایی وظیفه گرفتن و به قدرت رسیدن و به حکومت آمدن رو ندارد، چون حکومت در مفهوم امروزه، در معنای امروزه، خدمت به حکومت به خانواده امامعلی رحمانوف است. در غیر این صورت هیچ کاری نمیکنند. مثالی آشکار، من وقتی که از ناحیه رشت زنگ زدن از حکومت دعوت بازگشت کردن، میگه که دستور پرزیدنت است، دستور امامعلی است که ما فلان کار را میکنیم. میگم برادر، شهروند با دستور کار نمیکند، ما با دستور کار نمیکنیم. شما همچون یک کارگر با دستور کار میکنید، ولی باید دستورات رو با قانون مطابقت کرده به ما عمل کنید. من کودکس شهروندی، کودکس جنایی، سرقانون، ما با این کودکس ها ما میتونیم همکاری کنیم با شما. من با دستور کار ندارم. دستور برای تو دستور است، برای من دستور پرزیدنت دستور نیست. دستور پرزیدنت برای تو دستور است، تو را باید با قانون مطابق کرده بیای برای من با قانون کار کنی. بگو که در فلان قانون اومدگی است که تو فلان کار را کردی، بیا باید طبق فلان قانون باید بر بگردی یا طبق فلان قانون باید تو کار بکنی. شما چگونه میاید دستور به شهروند عملی میکنید؟ یعنی فقط باید با خانواده امامعلی رحمانوف کار کنید. برادر الماس، من چند صحبت کنم دیگه رفتن میگیرد. عبدالخلیل خوش آمدید بر برنامه امروزه. امیدوارم که صحبت ما یکونچه گرفته باشه و بفرما اگر چه گفتنی باشه. سلام علیکم. همجا تماشا داشتم، به حد خوب قید کردی در همون موضوعی که مهاجران تحقیر میشوند. بگیم که رئیس جمهوری قرقیزها یا که بگیم که وزارت کارهای خارجی قرقیزها یا که در پارلمان قرقیزها میبرند صحبت میکنند درباره لطو کوبشیدن بگیم مهاجرای قرقیز در روسیه، میبرند صدا بلند میکنند. ما مردمی تاجیک هممونه میخه بگیم که ترسو کردگی که ما نمیتونیم صدا بلند بکنیم. شما اگر اهمیت دادگی باشه زید سعید اسم نمیگیریم، باور کنید کسی صدا بلند کرد، کسی ناراضگی بیان کرد، کسی میخواست آرامی آبادی همین جامعه تاجیک، باور کنید این حکومت گریف برد یا زندان کرد یا که گریزشون کرد، دربدرشون کرد. به همین خاطر دعوتای ما همین است که برادرای عزیز باید ما ناترس شویم، باید ما برایم گپ بزنیم، ای حق و حقوق خودمون دفاع بکنیم. این حکومت همین رفتن میگیره. این اگر ما علشش نکنیم، این یگان کسی دیگه برای ما علش نمیکنه، اونم یارو ما رو نمیتیش. به همین خاطر بیای یگان کار بکنیم، مردم سرجم بشیم، بیای بگیم سر یک مسئله بیایم که چیکار بکنیم که رژیم تیزتر بگیم که برکنار بکنیم. سبب در چیه که ما این سالها در روسیه تحقیر میشیم. یک حکمتداری ما نمیبرویه بگیم یک بار نمیگه که برای چی شما داره مردم ما را ظلم میکنه. کسانی که حجت ندارن مشکلی نیست، اون پرابلم اون است که حجت نداره بگیم میبرن شکنجهش میکنن. قانون است، در کدام شهری که رفتی باید قانون رعایت بکنی، نه که مردم بگیم تنه کردن، برده زدن، نمیدونم همه کار رها میبینن. نسبت ما متاسفانه نه وزارت کار خارجیمون نه داخلیمون یگان تاش یک بار صدا بلند نمیکنن که برای چی شما همین کارها را میکنید این روزها. برای که اینا متهمن، اینا ما برای چی همین مردمی میگیم، برای چی ما میخوایم که همین یک حکومت باشه که یگان کس زویسی می نباشه. این رحمانوف ای پوتین زویسی میای، اگر رحمانوف تجاوز هم بکنه بگیم که سر بالا نمیکنه، برای که تصاوگیرک شه، برای که نمیتونه صدا بلند بکنه. برای که اگر بگه که صدا بلند بکنه میگه از من نمیدونم مخالفات فریاد میکنم در 15 مینوت علش پیریوراتت میکنن. این هم خیلی اوگراژاتو 100% در رحمانوف هست.
به همین خاطره که رحمانوف لبای کار میکنن دیگه بگیم که رحمانوف سر بالا نمیکنه. به همین خاطر باید ما اینا حلش بکنیم که همین شکنجه های مهاجرا کسانی که در روسیه هستند یا که در دیگر دولت ها هستند تحقیر بگیم که دشنام شون نکنن. ما باید یک حکومتی بسازیم که لااقل اگر نتونیم در گفتی روسا که در پیروی وریم جای کار تامین کرده مردم، لااقل در همون خارج هم باید که بگیم که پشتیبانی کرده بتونیم. ما برای چی چند بارها در برنامه ها میگیم که قرقیزستان در همه باره بگیم که ای ما زور است، ما که خودمون نمیگیریم با اروپا و امریکا مقایسه نمیکنیم، با همون آسیا مقایسه میکنیم، اما قرقیزستان و تاجیکستان 1000 بار خوبتره. نگاه کنید که اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی همه طرف ما بالا، زمین شما ما مایده، نسلین شما ما مایده، بودجه شما کلونه. باور کنید یک مرتبه بدره بودجه قرقیزستان و بودجه تاجیکستان رو ببینید که چند قدر. مثال اویلکوی و را نگاه کنیم، اویلکوی ما را نگاه کنیم، نفقه اونها را نگاه کنیم، نفقه ما را. آزادی سخنی و را نگاه کنیم، آزادی سخنی ما را. به همین خاطره که حکومت آزادی نداد به این ملت، داره بگیم که ولاست بد میکنه. به همین خاطر برادر عزیز خواهش همین است که به طرف نباشه، فکر نظرها تو از زیرای نوارها بنویسه، بمونه لایکاتون که سبب زیاد شدن بینندگان بگرده، بازم به طرف نباشه. باید که هر کس فکر نظری خودشه در هر جا برای بگه. یا عبدالخلیل ببین اوزم هست عبدالخلیل. بله ببین همین قرقیزها در سال 2020 در بین 2020 2019 وقتی 2019 انتخابات در قرقیزستان، در انتخابات فساد با وجود اومد و مردم رأی خریدن. اون زمان جونی بیگ بود به نظر من، اگر اشتباه نکنم پرزیدنت شو، و واقعا بعد از او اومده بود با روسیه گفتگو کرد و گفت که من حکومتی چی میکنم، یعنی زیر تابع روسیه و کاملا زیر تابع و هیچ گونه مثلا آینده که نمیشود و به حد ظلم زیاد کرده در دست اولیگارخ‌های مثل تاجیکستان حکومت خورد. وقتی که در قرقیزی ها یک در روسیه همین مهاجرای مهنتی قرقیز در روسیه یک فلش موب باز کردن که ما بر میگردیم انقلاب میکنیم. فهمیدی؟ سال 2020 وقتی که اینا برگشتن، روز 5 اکتبر سال 2020 اینا آغاز کردن انقلاب با میدان بر اومدن. یک باره روز 5 بر اومدن تا روز 16، یعنی فکر که در 10 روز یا 11 روز یک حکومت کاملا سرنگون کردن، همش از بین بردن. کسایی که در زندان بدن با مانند پرزیدنت امروزه، این رئیس کمیته امنیت ملی شو و ده ها کسای دیگه از زندان آزاد کردن و اونا رو آوردن در سر قدرت موندن در مدت 10 روز 11 روز. این انقلاب مردم بگونه نکردن. این انقلاب خود قرقیزها نپذیرفتن. همین ظلم دیدن که جونی بیگ با طرفداری روسیه در نسبت در روسیه ظلم می شود، انتخاباتش دزدیده می شود. ما امروز دعوا میکنیم که ما تاجیک ها فرهنگ داریم، ما تاجیک ها علم داریم، ما تاجیک ها استادهای قرقیز ها هستیم. این دعوا رو ما میکنیم که قرقیز ها رو ما مسلمان کردیم، ما استاد قرقیز ها هستیم، این سرزمین ماست، ما قرقیز ها رو اینجا آوردیم و اینا شاگردای ما هستند و ما از دیدگاه علمی، از دیدگاه فرهنگی، از دیدگاه نژادی و از همه بالاتر از قرقیز ها هستیم. این ایده ها را میکنیم دیگه. پس چرا یک قرقیز میتونه در وطن خودش انقلاب بکنه 5-6 بار و مخصوصا سال 2020 این انقلاب انجام بده و دولت جدید تشکیل بکنه که امروز واکنش نشان میده، از ملتش دفاع میکنه، برای برقرار کردن مشکلات سرحد 3 سال 4 سال به تاجیکستان هیچ راه عبید نکرد تو اینه که منافع ملیش در نظر گرفته شود، مردمش اذیت نکشن، کشته نشون. ولی حکومت ما چی؟ چرا؟ چون مردمی نیست. باز با علاوه همه همین سید کی قمجیبک توشیف
در پارلمان اومد با همین وکیلاشو گفتگو کرد، تمامی چیزای سیریه که در همین مرز بود آشکار گفتیم ما این فلان 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 چیزا بعد فلان جورا دادن فلان چیزا گرفتیم. کدام وکیلی تاجیکستان رئیس کمیته امنیت ملی ما سید ممین یتیمov یگان گزارش داد برای همین ملت؟ اگر بد نشوه، یعنی بد نگیم، ملت تخمی اونو هیچ ارزش ملت برای همونو نداره. یگان ارزش ملت برای سید ممین یتیمov، برای رستم امامعلی، برای امامعلی رحمانوف، برای اینها ندارد. اگر میداشت ارزش میداشت اینا دفاع نمیکردن. مشکل اصلی در اینا نیست، در همین رحمانوف نیست، در رستم امامعلی نیست، در سید ممین یتیمov نیست. مشکل در اینا نیست. هر کسی در جای اینا باشد، اگر ملت همین بسرسانی را قبول بکند ادامه می‌یابد، یک کسی دیگر هم بیاد همین کارا میکند. ملت در زمان پیشرفت میکند که مثل قرقیزها میخزی میره انقلابش میکنی. بله همین لیشنی کار کرد، ارزش‌های ملی تا، ارزش‌های دینی تا، ارزش‌های فرهنگی تا از بین برد، میره انقلابش میکنی. و قرقیزها رفتن امروز حوزینه مثلا در تاجیک در روسیه بی خودش بالاتر قرقیز میدونه، در حالی که قرقیزها ارزش‌هاشو در تاجیکستان از ما بالاتر، در روسیه از ما بالاتر است. بله دفاعشون میکنن، یا پراپسکای خالی میکنن، پاتین متین نمیکنن و هزارها بهتریت دیگه دارن. یک تاجیک چی؟ با جنگ اوکراین برده نمیشون. چرا؟ چون دولت قانون قبول کرده که این کارو نکنن، نسبت چون پرونده جنایی باز میکنن. حد امکان یک قرقیز هم میگن بیاد پورا در جنگ اشتراک، میگه که من نمیرم، مرا نسبت در دولت خودم پرونده جنایی باز میکنم، من چیکار میکنم اونجا میرم؟ بعد من پدرم دا اونجا، مادرم دا اونجا، من دیگه وطن برگشتن نمیتونم. پس اینجا چی نشان میتید؟ مشکل در امروزه حاکمیت نیست، مشکل امروزه در مردم است که حاکمیت به جا آورده رسونده است. حاکمیت رو در جاش نمیشنونه، از بین نمیبرش. بله باید ما به هر بگیم که راه باید این مردم بیدار بکنیم. نمیدونم خواهش کردن در کار، زوره کردن در کار، جایش اومده سخت گفتن در کار که این مردم بگیم که ناموسش بیدار بشه و برایان بگیم که یگان کار بکنند. برادر عزیز نگاه کنید که ما یگان کسا به آتش روان نمیکنیم، یگان کسا به مرگ روی نمیکنیم. ما چخیلی که برادر شراف‌الدین گفت ما در میدان ها نباشیم شما نبروید. باور کنید ما انشاءالله که نیت داریم، ما هم به خودمون برنامه داریم. ما میخواهیم که نفرها را ببینیم در برهامون که فقط به مثل عزت امان نشویم. ما را امروزا در شبکه‌های اجتماعی برادر عزیز ما قطعی شماییم. بگیم که برادر عزیز من خواهش من همین است که کسانی که واقعا در این راه هستند از برای خدا قطعی ما باشه. این خیلی دروغ را برای که عزت امانی بیچاره ما دیدیم که تا 12-18 هزار آدم در یک برنامه‌های بگیم که زندهش بگیم که اشتراک میکردن مردم. امروز مرده که بردن زندان کردن متاسفانه بگیم که یاد همون نفر نیست، در فکر یگان نفر. و همین خاطر این دروغ است که برادر عزیز ما قطعی تیم نه، از برای خدا قطعی ما باشه که ما بدونیم که شما قطعی مایی. خیلی با فند قطعی بگیم که ما قطعی شماییم، ما یگان کار کردن نمیتونیم. واتساپی زنگ بزنه، نمیدونم هر نفر اگر 10 نفری را در برش جمع بکنه، باور کنه ما گفتیم برادر عبیدالله که در 10-11 روز ما میتونیم که رحمان و فهم خیلی به یگان چی نه بل کلمن یگان چی نمیگیریم. پراست مردم بخیزه اگر باور که ما در چند روز رحمان فهم بین میبریم. این حکمت باور که همون خیلی ترسوه. اینا برادر عزیز نگاه کنه که آدمی که این قصول بگیم در سر قدرت، این قص پل دارن، این قص چیز دارن، اگر مردم یک کم طرح قیام بکنه اینا دیگر بگیم که منتظر نمیستن که مردم کلم بخیزه و اینا را بقفا برای زندان بکنه. یک کم شورش بشه و اینا ای بین میرون، اینا میگریزن میرون کتا کتاش. باور کنی اینا نمیخوان که او چیزایی که به دست آوردن در این طول چند سالها پراستتک بگیم که ای دست بتیان. به همین خاطر اینا ای قیام مردمی رنگ عجل میترسن. به همین خاطر
دعوت ما همین است که باید ما سرجم بشه، مردم مخالف و مهاجر و مبارزه همه کسا یک انقلاب مردمی در داخل روز ساعت گفتن در کار رئیس پس بگیم که دیگه بجا کردن هم در کار نیست که کی روز ساعت گفتن در کار مردم یک کاری بکنیم بخیزیم انشالله که این رحمان فایبین میروه. ببین قرقیزها عملا زمستون برمیگردن. مثلا در ماهای اولی سال 2020 در قرقیزستان انتخابات برگزار کرده شد. بعد همین انتخاب تقلبی بود و بعد از اون ظلم زیادتر شد. قرقیزها تابستانی‌ها زیاد میرن کار میرون. اینا همین یک فلش موب آماده کردن برای بازگشت و گفتن که ما زمستون برمیگردیم وطن و واقعا هم زمستون برگشتن. در ماه اکتبر انقلاب کردن. ما چی را انتظاره؟ مثلا فلش موب آماده کنیم که ما زمستون که خنک است مردم ما برمیگرده وطن، پس ما آماده انقلاب باشیم در تاجیکستان. چرا با ما مثلا دکبر اکتبر در تاجیکستان ما انقلاب یا ما یکنی ماش انقلاب اعلان که یکنی ما مثلا ماه دکبر از اول دکبر تا مثلا 15 ماه ینور یا اینکه از ماه 15 ماه اکتبر تا یکم ینور روز انقلاب، این همین جدا انقلاب میشود. مردم باز بگردید. این سخت نیست. مردم باید خودش واکنش نشون بده. اگر امروز سامانه‌های مجازی را هزارها فتوشاپ نوشتجات جمع شود که ما مثلا 15 ماه اکتبر همه کسا در تاجیکستان تا یکم دکبر در همین حالت یک همین سرزنش زد ما برمیخیزیم و حکومت از بین میبریم. مردم خودش برمیگرده. اویسته بیایید یک فلش موب با هم بکنیم. فلش موب میتواند کمک کننده روند باشد. کویو ببینیم که مردم ما تو کجا مونده یک انقلاب است. چرا قرقیز ها میتونند ما نمیتونیم؟ همین مسئله رخشانه حکیم و خواهرزاده شکری جان حکیموف، این همین خودش یک مسئله خیلی روشن است. بسیار مسئله روشنی بود که ما میتونستیم در این همین زمان از نازکی ملت استفاده کنیم، بر بخیزیم و انقلاب کنیم. اگر ملت اینو قدر آگاهی سیاسی می داشت، آگاهی اخلاقی می داشت، اجازت نمی داشت که یک خانمی که مادر است و کودک شیرخور دارد برد پشت پنجره. یگان ملتی را نمیپذیرد و ملت ما را میره نمیپذیرد. بلکه ما پراکنده ایم، بلکه ما با گپ یکدیگر اعتماد نداریم، بلکه ما نمیخواهیم سرجم شیم. باید بر بخیزیم، سرجمعی و اتحادی خود را بر بگردانیم و مبارزه ببریم. دوستان و هموطنان عزیز، این سه موضوعی بود که ما صحبت کردیم و در موضوع برگشتن و انقلاب کردن ما در هر برنامه کمی صحبت خواهیم کرد و این موضوع را این طور نمیگذاریم، چون بازگشت ما و انقلاب ما در تاجیکستان یک مسئله مهمی خواهد بود و ما هر هفته در همین مسئله یک قطعه صحبت میکنیم تو اینه که روند بازگشت را به تاجیکستان آماده بسازیم تا ملت و مردم مطمئن شود که ما باز میگردیم و به این روند چکار کنند بپیوندن. و به همین طریق من دیگر زیاد صحبت نمیکنم. برادر عبدالخلیق اگر سی آخر سخن نداشته باشی اجازه بدم تختم دیگه بعد برنامه با صحبت داری برنامه داری دیگه منم اویسته صحبت نه من اینجا یک نیاجد نجقیدم استریم برمدم برفتم. خب چی گفتنی؟ من دعوت همین است که برادر عزیز به طرف نباشه، در برنامه ها فعال باشه، بیای فکر نظرهاتون بگیم که فکر نظرهاتون بنویسین. کسانی که عذر داره نمیتونین بگیم در استریم وارد شده، رقم‌های واتساپی هست، بگیم دیگه طرز ها هست که بدروی شما صحبت بکنی. ما صحبت ترس ما را عیبین میبره. ما اگر صحبت بکنیم با همدیگر نمیدونم بشناسیم همدیگر را، باور کنیم ما کمی پیشتر انقلاب میکنیم. به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه، بگیم که در آبونه شیدنتون و در لایک موندنتون و در فکر نظرهاتون نوشتن
انشالله با امید پیروزی بگیم که انشالله که یک روز ما سربلند میشیم. باقی خدا نگهبانتون. سلام علیکم. زنده باش. تشکر از اشتراک در برنامه. امیدوارم که انشالله بازم در برنامه بعدی بتونیم صحبت کنیم. زنده باشید برادر. تشکر. خدا نگهبان. زنده باشید. این دوستی ما در اینجا نوشتن که у таджиков нет духа для митингов. Кыргызы, они другие люди. Они знают свои права. گوش کن برادر عزیز گرامی. تو تا حال تاجیک رو نشناختی. تاجیک واقعا زمانی که در مقابل این کشورها میجنگید، در مقابل ظلم میجنگید، حالا قرغیز از سر بالا نکرده بود. فوزیل مقسوم سالها در مقابل شوروی که تمام دولت‌ها رو زیر نفوذ خود داشت میجنگید. دهه 80 تا 90 مردم تاجیک بیدارترین مردم، آگاهترین مردم آسیای مرکزی بودن. وقتی که مردم تاجیک به میدان برآمدن، وقتی که مردم تاجیک در سال 1992 91-92 اعتراض ها را تشکیل کردن، شعارها را بیان کردن، هیچ کشور چون این کارها را انجام نداد. ولی بیداری ما را چیکار کردن؟ اینا شکست دادن. همون روحیه ما را، دانش ما را، دانشمندان ما را از بین بردن. شما در همین دوران جنگ شهروندی ببینید هزارها دانشمندی ما بدون یگان دلیل کشته شدن. هزارها فرزند جسور این کشور بدون یگان دلیل کشته شدن. اسمتچه یادتون نیست؟ همین جوانای کلابی که در مقابل فرانت خلقی برآمدن و فرانت خلقی را اتهام زدن که شما مردم رو بیگناه میکشید، شما نفرای روسیه هستید و این همینا رو کی کشت؟ همینا رو چرا به قتل رساندن؟ به خاطری که بیداری مردم، بیداری سیاسی، بیداری اخلاقی مردم از بین برود، دانش فرهنگ از بین برود. این ملت نیاز عین حال به ما و شما دارد که تا اینه که این جسارت را در دلش دویم باره جا کنیم که توانایی دیگرگونی را دارید. شما پدرای شما داشتن و شما را هم دارید. در خون و رگ شما این است که شما باید آزادانه و شرفمندانه زندگی کنید. این بیداری که امروز در قرغیزی ها هست 100 سالها در وجود ما هست، ولی امروز ترس بالای بیداری ما و شما را گرفته است. ما مفهومی ملت خودمون، مفهومی فرهنگی خودمون، مفهومی ارزش های خودمون گم کردیم. باید برگردیم به اصل خویش. در اون صورت ما میتوانیم پیروز شیم. باید ما بدانیم که ما کی بودیم، پدران ما کی بودن، چرا برها ظلم رو نپذیرفتن، نه ظلم امیر بخارا را پذیرفتن، نه ظلم شوروی را پذیرفتن، نه ظلم دیگر را. چرا امروز ما ظلم یک اولاد را بپذیریم؟ این نقطه رو باید بالاش فکر کنیم و در برنامه آینده انشالله پیرامون این موضوع برمیگردیم و هر هفته در این موضوع کوتاه‌تر صحبت میکنیم و کوشش میکنیم که برای بازگشت تاجیکستان آماده میشیم. تاجیکستان یگانه کشور است برای تاجیکان و پناه تاجیکان و برای دفاع او باید ما مبارزه ببریم. آینده تاجیکستان رو خودمون به دست خودمون بسازیم. آینده این سرزمین، آینده این روند به دست ماست. ما تاجیک ها آینده کشور، آینده آسیای مرکزی، آینده پیشبردی این تاجیک های هستیم که امروز پراکنده می روند. اگر این امید از بین برود، اگر ما نتوانیم منتظر باشد که ما از بین می رویم. این دو برادر رو قبول میکنه و برنامه رو خداحافظی میکنیم. برادر سردار بفرمایید. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستید. زنده و سلامت باشین برادر. شما رو امیدوارم تن صحت سلامت باشین. الحمدلله خدا باشکر. هزار رحمت. و واسه گپ آخر برنامه با فکرم اگر بله برادر. بله. من هم گپات رو گوش کردم و تماشا کردم. واقعا در همه فکر عقیده شما من خوش هستم. خیلی راست آخر برنامه وقت من زیاد نمیگیرم. همه خدمتگزاری هستم که الله حفظ نکنه و سایه شما را سعی میکنم نکنه. انشالله که در حق دعاگوییم. السلام علیکم. در برنامه رویانه و بعد از او صحبت میکنیم. حتما انشالله برادر. زنده و سلامت باشید. زنده باشید. برادر حق بفرمایید دوستی گرامی. حق. مردم تاجیک گفتن مردم تاجیک
وقتی اجویا شدن وقتی اون کار کردن اومد ما باید دیگه نترسیم چی داریم و یگان چی نداریم اما چیزمون نگرفتن جوانو را گفتن ما چی میترسیش نه جنگ دیده نه حالت وزمین دیدگی شما آینده این ملت این دولت حاضی همین دولت ملت در خطره ما باید کار کنیم دولت ملت اینش شوی نجات بدیم یک جویا شیم یک دیگر را باور کنیم آیا گریبان سر براریم با انقلاب تیورگی بینیم آماده باشیم برای همه حالت ها بعد از دیگه برادر بایلو صدا است بله بله بفرمایید بله صدا هست بفرمایید مردم تاجیک که گفتن مردم تاجیک همین کسی که غمتون میتیه کسی که ظلمتون نه کسی قتلتون میکنه کسی که تجاوزتون میکنه نه که مردم تاجیک به تهمت همه خیلی آدم ها را کدام بطه که هستین شما مردم تاجیک کدام شهر ناحیه تاجیکستان که هستین همه خیلی آدم ها را ظالم ها را قاتل ها را تجاوزکار را کارمند امنیت کارمند ویم کمند کارمند کدام سطح دولتی که نباشه نام فامیل هم خیلی آدم ها را آچستاشون قطعی میگیرین در گوگل اکاونت می نویسین یوتیوب کانال میکشوین و میدروین در همین سایت های مخالف ها امامعلی رحمان دیکتاتور امامعلی رحمان ظالم امامعلی رحمان خاین وطن فروش می نویسین بعد میبینیم که چاره هم خیلی آدم ها چی میشوه تو میدونن که امامعلی رحمان هم خیلی گپا گفتن ممکن نیست هم خیلی آدم ها امامعلی رحمان خودش میگه دفع میکنه ای باین تو یاد بگیره مردم مبارزه را بکنین 100% همین رزولتات چه حاصلش هم میبینین ظالم خودشون دفع میشون ای باین شما مردم بعد از دیگه مردم تاجیک درباره همین لایک کامنت گفتنیم که وقتی که شما مردم تاجیک در گوگل اکانت و تلفناتون نام و فامیل اختون مینویسین میدروین در اینجا لایک کامنت میمونین هم چت بینین کسی که کامنت مینویسه همون نامش چیزی که هست در همون گوگل اکانت نامش در همین چت هم میبره این چیز هم باید فراموش نکنین هوشیار و دانا و زیرک باشین تا که بدام نرفتین مردم تاجیک در گوگل اکاونت نام و فامیل را مینویسی یوتیوب کانال اتوماتیکی با نام و فامیل شما گشوده میشوه در جایی که میدروین لایک کامنت میمونه نام و فامیل شخصی اختون معلومات شخصی اختون میبره مردم تاجیک التماس با نام و فامیل اختون اون برادر گوگل میشود اکاونت نکشوین برادر عزیز میشود وقتی گوگل اکاونت برادر عزیز وقتی با گوگل دست اختون بختون مشکلی عزیز. نیارین وقتی که شما با امامعلی رحمان سر کار دارین وقتی که شما با سیاست امامعلی رحمان سر کار دارین شما باید هوشیار دانا و زیرک باشین تا که بدام نرفتین در هم اکانتاتون مردم تاجیک چیزی که به شما معقول است نویسه فقط همون نام و فامیل اختونه ننویسه کسی را که میخواد دیگه لایک میمونه چی کاری که میکنی نمیکنی هیچ کس را پیدا کردن نمیتونه کسایی را که پیدا میکنن همین روی لایک کامنت او کسا همون نام و فامیل اختون قطعی گوگل اکاونت کشودگیان مردم لایک موندگیان نام روی نام فامیلشون او را پیدا کردگیان برادر عزیز زنده و سلامت باشید باشید نویسو را بینین چیزی که همون نامشون های همون خیلی در همون کامنت معلوماتشون میبره ایستا بفهمین انا همین خیلی شما را پیدا میدن مردم تاجیک هر یکی شما باید این چیز را بدونه هوشیار باشین تا که بدام همین کارمندای امنیت نرفتین تا که شما را زندان نکنن تا که شما را تهمت برادر متاسفانه صدای ما را نمیشنن یک طرفه صحبت داره دوستان گرامی و هموطنان عزیز مسئله که برادر گفتن مسئله مهم است شما میتونید و اسم نسب خود که نمیشه خود را در چهار گذاشت ننویسید و اگر اسم نسب خودتون در یوتیوب فیسبوک باشه شما میتونید تغییر بدید مثلا در یوتیوب شما میتونید از نسترویک و نام نسب خود را تغییر میدید اگر گوگل هم به نام خودتون باشد یوتیوب وقتی که باز میکنید شما حق دارید که در یوتیوب نام فامیل خودتون را دیگر کنید یوتیوب اجازه میدید که گوگل شما یک اسم داشته باشد و یوتیوب شما یک اسم دیگه ای داشته باشد یعنی میتونید شما یک چنین کار را بکنید یعنی بنویسید اول در یوتیوب بروید نام نسب خود عوض کنید در داخل یوتیوب
نصروی که کانال یوتیوب میتونه و در داخل کانال یوتیوب اسم این نسب خود عوض میکنه. این مشکلی نیست و کوشش کنید که البته وقتی که شما مبارزه میبرید تو زمانی که همون وقتی رفتن و بازرسی که در داخل تاجیکستان باشه نیاز نیست به اسم و نسب خود وقتی پنهان هستید این کار انجام بدید. دوستان گرامی و هموطنان عزیز، از برادری که طرف صدر یک طرفش نویدن برای اینه که ما بیرون تو کردم عذر میپرسم خاطر که نتوانستیم دیگر صدای ما را بشنوین، یعنی ما بتونیم صحبت کنیم با هم. برای خودم چون اخیر برنامه بود ما مجبورم 1 ساعت و 55 دقیقه تقریبا 2 ساعت میشم در پخش مستقیمم. طبیعتا برنامه ما 1 ساعت و 1.5 ساعت ادامه می‌یابد چون ما تصمیم گرفته بودیم در حرکت سیاسی گروه 24 که برنامه‌ها زیاد از 2 ساعت زیاد ادامه نکند و 1 ساعت بهتر از 1 ساعت زیادتر شد. خلا هر چند که میرود کوتاه‌تر باشد خوبتر. ما با همون برنامه پیش میریم، کوشش میکنیم که پیرامونی برنامه ما تو روز نشود، اگرچه موضوع مستقلانه ادامه مبارزه را ادامه میدیم ولی به هر صورت کوشش میکنیم که برنامه‌مون زیاده از 1.5 ساعت نباشد. اگرچه 2 ساعت شد خیلی عذر میپرسیم ولی کوشش میکنیم که در آینده برنامه رو کمتر کنیم. پیش از اون که خداحافظی کنیم، همین دوره که من مونتاژ کردم از برادرمون عزت امان در آخر برنامه یک بار دیگه میگذارمش تا خدمت‌های برادری که در حق مردم کردن دیده شود و ان شاء الله امیدوارم که از شما هم از این نوار پسند بیاد. نواری که از برادر عزت امان حامی حقوق مهاجران مهنتی است، یک بار تماشا کنید. اینا ما به مناسبت زود روزش آماده کرده بودم، دیگه کانال ها اگرچه گرفتن پرت افتن ولی ما از نوارهایی که عزت امان انجام داده بود هم گرفت یک نواری مونتاژ کرده بودم در سال 2021 بود 22 بود، اولین زود روزش در زندان، حالا یادم نیست دقیق این ویدیو رو مونتاژ کرده بودم ولی در دیگه کانال ها زیاد چرخ میزند اما دستی من است. من باید خودی بار دیگه برای شما میگذارمش و من خداحافظی میکنم به شما. زنده و سلامت باشید برادر و تشکر که با ما بودید در طول 2 ساعت و حرفای ما رو گوش دادید و صحبت کردید. زنده و سلامت باشید برادر. السلام علیکم و رحمت الله. از تمام بلاگرها و تمام هموطنان خواهش میکنم در این روزهای مشکل بیاید دست به دست همدیگر مونیم. دیگه مخالفت‌های سیاسی و نمیدونم فرهنگی و مذهبی را یک طرف مونیم. بسیار وضعیت وزدین است، مردم گرسنه‌اند، تشنه‌اند، باور کنید در یک حالت رقتبار قرار دارند. ما میریم خانه‌های مردم میبینیم، من باری که میبینید شاید همگی برای 2 خانواده باشه، همین مال برای 2 خانواده است. برای که در خانه‌ها 10 نفر 15 نفر 20 نفر حتی خوزی منو زنگ زدن کودکای خردسال هستند، نیاز به شیر دارند و ملودکه دارند، باید همه اینا را گید آورده برده رسوند. خب امیدوارم که صدای من را میشنوید، تشکیل کنید در دیگه شهرها و با کمک هموطنان خودمون ان شاء الله که برسید. خدا این احوال بینید، 76 نفر در انمی کارخانه کار کردند. من نگاه کنید برای این کسایی که شما میبینه اینجا یه بار بچه رو ببینید، این فقط یک حصه است. حدود 100 نفر همین کار کردن. 8 میلیون روبل در همین کارخانه بند شده ایستادگی است از ماه نوامبر، بله ماه سپتامبر و اکتبر نوامبر مبلغ نداره. اگر جنگ باشد جنگ میکنیم، زدن باشد میزنیم، چپکرم باشد چپک میکنیم. همه جا برادر حق برای حق تلاش کردن، حق گرفتن در فهمیدید؟ اینا هیچ کس نیستن، اینا هیچ کس نیستن، فقط همین توجیه خاطرم خیلی ازدواج میکنن. تمام شما 100 کسی بیاید یک شقه در همینجا مردنک بزنید، اینا میدونن که توجیک صاحب نداره، برای همین کارا میکنن. ان شاء الله که شما صاحب دارید، صاحبتون هست، اول خدا ما هستیم. اینو بر همین من خواهش میکنم پیش از کار کردن الان خیلی اتحاد کنه، متحد باشه، همه جا که رفته بعد تلاش کنه که حق همون پولاتون رو بگیره. خب گرامی، ما در بلیسه کراسنگارز قرار داریم. چند وقت پیش برادرای خوبی ما و شما، برادرای تاجیک با شمول 5 نفر مهاجر در یک ماشین در نوریج نشسته در یک صدمه گرفتار شدند
در این صدمه فکرم بسیار از شما میدونید ماشین آتش گرفت. 2 نفر از هموطنان ما و شما در این صدمه جان خودشون از دست دادن و 3 نفر دیگه هم در این بلنسه قرار دارن در حالت وزنی ریانیماسیون هستند. انشالله ما حالا بریم از حال برادرها خبر میگیریم باز شما خواهید. یعنی روز دوشنبه انشالله ما که محمد روی برای تاجیکستان رو کنیم 3 بیلیت گرفتن در گروه. بعد در تاجیکستان هم یعنی تبابتی دراز مدت نیاز دارد. محمد روی تولد 98 است. اون برادر تولدش 98 است. بچه جوان است. نیاز به کمک ما و شما دارد. من از شما خواهش میکنم کاری کنیم که حداقل 2 نفر از دست دادیم. ما الان در این صدمه 2 نفر از دست دادیم و نفر زنده محمد رایب است. انشاءالله کاری کنیم که این جوان برپا خیزد. انشاءالله باز در خدمت پدر مادر، در خدمت وطن، در خدمت ملت شود. انشاءالله و برای ما شما ثواب رسد. 54 نفر من هم خیلی трудовой договор دارم. 54 نفر 3 ماه یعنی زمستان کار کردن. 3 ماه زمستان کار کردن ولی یک تیم پول نگرفتن. قرض کمپانی نزد شهروندای تاجیکستان داد 3 میلیون روبل. تصور کنید که یک کمپانی که من همین شتاب کوارتیرا دارد 6 ماه باز پول بچه‌ها را نمی‌تیاد. بچه‌ها زمستان کار کردن. ماه نوامبر، دکامبر، ینور خنک‌ترین ماه‌های زمستان دا کار کردن ولی پول گرفتن نمیتونن. اینا را فوتبال میکنن. اینا میگن پروکراتور از پروکراتور اینسپکسیا و مراجعه کردن به کنسولگری تاجیکستان. کنسولگری تاجیکستان و خدمات مهاجرت تاجیکستان با ما هیچ کمک نکرده است. بنابر همین اونا به مرکز تاجیکستان مراجعه کردن و من رهبر مرکز تاجیکستان امروز آمدم به این آفیس با چی میگن начальник службы безопасности این کمپانی اندری واسیلیویچ وا خوردم. تمام صحبتامو نکردیم. خود начальник службы безопасности برای ما وعده داد که در طول 2 روز یعنی مشکل بچه‌ها حل می‌شود. معلوم میکنن که برای چی بچه‌ها پول نگرفتن و پول بچه‌ها داده می‌شود. فقط رحمت میگم به همین برادر اکای عزت امون سلامت مینداری خودم بیان میکنم که مشکلی ما رو خیلی آسان کرد. ما باور کنید خیلی مینداری زیادی یعنی کار خیلی مینداری. من از کنسولگری خواهش میکنم ده کار با کاغذ بازی حل نمیشه. یعنی ما زنگ زدیم پروکراتور را اینسپکسیا را حل نمیشه. زحمت کشیده آمدن در کار. زحمت کشیده درآمده قطعی اینا گپ زدن در کار. این پول 3 میلیون مبلغه. اینو نمیتونم پروست تک گیرن گفتن که ما تاجیک گیر. نه برای اومدن در کار. همون کرسی ها را کم ترک خنک کردن در کار. یا کم تر دنبای روغنی را برداشته آب کردن در کار رفتن در کار. از کنسولگری و از خدمات و از سفارت ما همین خواهش داریم. تمام. من این شهروندا را ببینید به خدا قسم گشته و تشنه چیزی ندارن خوردنی. پول پاتنتاشون سوخت. من داوده پول دارم. Девушка. Акай, пушти, акай, али муши, вайда, акай, али. Да, пушти, муши, акай, бек, кетай. Акай, али, катай, провай. و هر یک هموطنی که به چنین روز گرفتار شده است بتوانیم کمک رسانیم. حداقل یک کمکی که بتواند یکم دردی نشانه تسکین دهد. و عبدالسلام امروز به خاطر دعوت گروه تفتیشاتی یعنی اسلیستو کمیته از تاجیکستان به من
من از دوستان خواهش میکنم ما نقطه های کمکدهی در شهر دمادیدما و شولکова باز کردیم. شهر دمادیدما و شولکova زیر این نوار خواهش میکنم دوستایی که نیاز به کمک دارید در شهر دمادیدما و شولکova تلفنتون رو نویسید. ان شاء الله دوستای ما در شولکova و دمادیدما و نیز در شهر کالوسکا область اگر باشند دوستای کمک نیاز شما هم نویسید. کالوسکا область دمادیدما و شولکova علمی سه نقطه باز شدگی است. ان شاء الله دوستای ما میبینند نظر نوار نویسید، تلفنتون رو زنگ بزنند، ادرس نقطه و میبرند میرسونند و نیز ما ان شاء الله امیدواریم که این معرکه گسترده تا تمام شدن کرانتین دوام میکند خداخواه به قدر امکان. تا امروز ما حدود 300 خانواده